خب شروع میکنیم. من حالا تا بقیه دوستانم جوین بشن یه اینترودکشن بریم روی این اسلاید ها، بعد تا بقیه عزیزانم بیان و اضافه بشن. خب جلسه امروز ما میخوایم بیشتر راجع به پرسش و پاسخ ها صحبت کنیم در مورد دیولوپرها که مثلا شما به عنوان سیتیزن دیولوپر، پروفشنال دیولوپر دارید کار میکنید روی محیط پاور اپس. روی پروژه هاتون یه سری مشکلات دارید، یه سری مثلا سوال دارید. حالا نمیگم که من همه رو میتونم پاسخ بدم، قاعدتا انقدر این دنیای بزرگی هستش که قطعا هر کسی نمیتونه بگه من میتونم همه رو پاسخ بدم. همین پاور اپس به تنهایی خودش کلی گسترده هستش، ولی خب سعی میکنیم با هم شیر بکنیم، بتونیم با هم دیگه یه راه حلی براش پیدا بکنیم یا حالا اون چالش شما رو برطرف بکنیم. اگه تو دانش من باشه که قطعا راهنمایی میکنم، شاید هم بقیه دوستان توانمند باشن یا تجربهشو داشته باشن میتونن شیر کنن. یه فضای ورکشاپ توری امروز که میخوایم راجع به این موضوع، منم یه سری تجربه دارم روی پروژه هایی که دارم کار میکنم و سعی میکنم اون بست پرکتیس ها و اون چیزهایی که خوبه بدونید برای کار رو پاور اپس و حتی به خصوص برای دیولوپرها، اونا رو امروز باهاتون شیر میکنم که در نهایت در انتهای جلسه ما انتظارمون اینه که تقریبا تو ذهنمون سوالاتمون کلیر شده باشه، یه سری چیزای جدید یاد گرفته باشیم که اگر نمیدونیم یا نمیدونستیم یا مطلع نبودیم در مورد بست پرکتیس هایی که تو توسعه اپ ها وجود داره، خب یه سری چیزایی یاد بگیریم و این میشه نهایت ماحصل جلسه امروزمون. من جلسه پیش راجع به اینکه چجوری بتونیم به صورت سریع اپ رو توسعه بدیم تو پاور اپس صحبت کردم. شاید این جلسه هم یه کوچیک راجبش سریع اشاره بکنم، ولی اون جلسه حالا ویدیوش رکورد شده، من فرصت نکردم بذارمش. خیلی این مدت شلوغ بودیم چون با آخر سال میلادی میرسیم، پروژه ها باید جمع و جور بشه و تحت فشار هستیم. به خاطر همین من فرصت نکردم هنوز اون ویدیو رو آپلود کنم. باید ویدیو یه مقدار ادیت بشه. بعد حتما سعی میکنم با این جلسه دوتا ویدیو رو همزمان بذارم توی یوتیوب MS فارسی و که بتونید اونجا حالا مرورم بکنید. خب بریم راجع به بقیه موضوعات صحبت بکنیم. من خب MS فارسی رو که میشناسید، جوین هستید و تقریبا ما فکر میکنم نزدیک 1.5 سال هستش که داریم روی MS فارسی کار میکنیم و سعی کردیم که بچه‌های فارسی زبان رو تو سراسر دنیا اینگیج کنیم با این کامیونیتی و کامیونیتی آفیشیال مایکروسافت هستش و خیلی فیدبک های خوبی گرفتیم و مرسی از همراهی همگی عزیزان. این کانال های ارتباطیمون هستش msfarsi.com، لرنینگ رومی که داریم توی خود مایکروسافت لرن تک کامیونیتی که اونجا مایکروسافت لرن کامیونیتی یه سری لرنینگ روم داره. MS فارسی هم یکی از لرنینگ روم های اونجاست. جوین بشید و اونجا ما اطلاع رسانی ها رو انجام میدیم. سوال پاسخ هر موضوعی باشه توضیح تکنولوژی مایکروسافت به خصوص کلاود دوستان پاسخ میدن. منم تو حوزه پاور پلتفرم و M365 اونجا پاسخگو هستم. اگه نکته چیزی باشه در خدمتتون هستم. کانال یوتیوبمون، پیج لینکدینمون و اینستاگرامی که دوستان تدارک دیدن و میتونیم اونجا ما رو فالو کنید. یک کد آف کانداکتی داریم که خب جلسه امروز قرار بودش روی استریم یارد برگزار بشه مثل بقیه جلساتی که ما روی MS فارسی داریم، ولی من ترجیح دادم، یعنی با تیم که صحبت کردیم ترجیح دادم، چون این جلسات حالت ورکشاپ توری داره و میخوایم اسپیکر باز، یعنی میکروفون ها رو میخوایم باز بکنیم و دوستان صحبت بکنن. خاطر همین اومدیم رو پلتفرم تیمز و از این پلتفرم داریم استفاده میکنیم. خاطر همین رعایت بکنید قوانین حالا جلسات آنلاین رو که حالا اینجا هم به عنوان آیین‌نامه اخلاقی هستش گفته میشه بهش، که احترام بذاریم به هم دیگه، از بحث‌های متفرقه و غیر مرتبط خودداری بکنیم و سوالاتون رو مطرح بکنید. حالا مهربون باشیم با هم دیگه و همدیگه رو حواسمون به هم باشه راجع به موضوعات به قول معروف غیر تخصصی و غیر
غیر موضوع امروز صحبتی نکنیم چون این جلسات رکورد میشه و ما میخوایم در نهایت عزیزانی که حضور دارن نهایت استفاده رو ببرن. این تا اینجا که بحث اسلاید های معرفی ما هستش. من برگردم به اینجا و خب دیگه با این کاری نداریم. اوکی، بیایم توی بحث پاور اپس. خب اجازه بدید من این گزینه چیز رو هنوز پیدا نکردم. خیلی با این نسخه‌ای که حالت وبینار توری میذاریم آشنا نیستم، ولی دارم تک به تک میکروفوناتون رو اینیبل میکنم. حالا اگر پیداش کردم که بتونم یه جا همه رو اینیبل کنم یا دیزیبل کنم که خیلی بهتر میشه، ولی الان میکروفونای همه رو فعال کردم که اگه سوالی داشتید بیایم بالا و صحبت بکنیم. خب ببینید پاور اپس صحبت کردیم راجبش. خب ابزار توسعه اپ روی مایکروسافت کلاود هستش. شما نمیتونید از این ابزار روی پروژه آن پرمیستون استفاده بکنید. یعنی مثلا اگر یه پروژه آن پرمی دارید بخواید این ابزار رو اونجا مثلا توسعه بدید. مثلا حالا ما توی نمیدونم مثلا شیرپوینت و این پلتفرما فرم می ساختیم با مثلا اینفوپد با امکانات خود شیرپوینت یا مثلا با ابزارهای مثل نینتکس و اینها فرم طراحی می کردیم. بعد که پاور اپس اومد دیگه نمیتونیم از پاور اپس توی شیرپوینت مثلا آن پرم استفاده بکنیم. این پاور اپس رو میتونیم توی شیرپوینت آنلاین استفاده بکنیم. باید تو فضای کلاود باشه. به خاطر همین این فضای پاور اپس کلا رو فضای کلاود هستش و باید اینجا ازش استفاده بشه. ولی پاور اتومیت رو میتونیم استفاده بکنیم، نه اینکه بشه، میتونیم از طریق دیتا گیتوی که مایکروسافت تدارک دیده به شیرپوینت مثلا آن پرم وصل بشیم و فلوها رو بر اساس دیتایی که رو شیرپوینت آن پرم داریم روش کار بکنیم و روی سایت های آن پرم یه فلوی رو ران بکنیم توی پاور اتومیت. این قابلیت با توجه با استفاده از دیتا گیتوی وجود داره، ولی پاور اپس نداریم همچین چیزی و شما باید تو فضای کلاد استفاده بکنید. صحبت کردیم که توی پاور اپس ما اپ ها رو که بخوایم ایجاد بکنیم باید اینجا بیایم اپ کریشن انجام بدیم با استفاده از امکاناتی که حالا مثل کوپایلت و امکاناتی که مایکروسافت اینجا برامون تدارک دیده. میتونیم اپ بسازیم، مثلا بریم از طریق کوپایلت اینجا بهش یه کامند بدیم، بگیم مثلا یه اپ میخوام برای مثلا رزرویشن هتل، یه اپ میخوام برای نمیدونم استودنت رجیستریشن، هر چیزی که میخوایم و اینجا اعلام میکنیم و کوپایلت شروع میکنه به ساختنش، جداولش رو برای ما میسازه و میتونه اپ رو برای ما کرییت بکنه. خب اینا به قول معروف easy to go هستش و شما خیلی راحت میتونید اینجا اپ ها رو ایجاد بکنید. یه زمانی هستش که نه، میخواین خودتون این اپ ها رو مثلا from scratch بسازید. خب میایین اینجا از یه پیج دیزاینی استفاده میکنید، مثلا میگید قالب اپی که من میخوام بسازم از این چارچوب باید پیروی بکنه و چارچوب رو انتخاب میکنید. میایین اینجا و شروع میکنیم با امکانات پاور اپس اینجا این اپ رو توسعه میدیم. امروز میخوایم یه مقدار راجع به این موضوع صحبت کنیم. قبل از اینکه ورود بکنیم به بحث خورده فنی، یه سری چیزایی هستش که کانسپتوریه و شما باید به عنوان دیولپر پاور اپس ببینید. اولا اینکه ما یه مبحثی داریم به اسم فیوژن تیم، فیوژن دیولپمنت توی پاور اپس دیولپمنت. حالا خوبه که با این موضوعات هم آشنا بشید. فیوژن دیولپمنت روی پاور پلتفرم یا پاور اپس، که من اینا رو سعی میکنم به اشاره بکنم که توی سازمان ها الان یه موضوع همین فیوژن ایجاد شده که میگه که یه تیمی بهش میگن فیوژن دیولپمنت یا فیوژن تیمز دیولپمنت، که توسط گارتنر حالا اینجا به قول معروف اعلام شده. لینک هم بفرستیم. اوکی، لینک هم میفرستیم، میذاریم اینجا. خوب شد.
میذاریم اینجا. من سعی میکنم یه مقدار کانسپت های مهم رو توی بحث توسعه بهتون بگم، چون بحث دیولپر یعنی ما همه دیولپریم، حالا هر کسی با یه اسکیلی، یه سریا حرفه‌ای‌تر توسعه میدن، یه سریا ضعیف‌ترن، یه سریا تازه شروع کردن و سعی میکنم اینایی که من باهاش با این کانسپت ها برخورد کردم و مهمه که شما به عنوان دیولپر بدونید رو اینجا بیان میکنم. بعد دیگه دیتیلش رو حالا اگه برسیم میگم، اگه نرسیدیم خودتون برید بخونید و اینا خیلی کمک میکنه. چون ببینید قرار میلیون ها اپ در آینده، در فکر کنم 2-3 سال آینده باید توسعه پیدا بکنه و شرکت ها، سازمان ها سراسر دنیا به پاور اپس دیولپر ها و پاور پلتفرم دیولپر ها نیاز دارن و هر چقدر شما خودتون رو توانمندتر بکنید توی این قضیه، رزومتون قوی تر میشه، پروژه هایی که انجام میدید قوی تره و بهتره و در نهایت سابقه خوبی رو ایجاد میکنید و میتونید تو شرکت های خیلی بهتری استخدام بشید و کار بکنید. فوکس توی کشور خاص نیست، همه دنیا، چه کانادا، چه اروپا، چه آلمان. الان من دوستانی دارم تو اروپا دارن کار میکنن و به شدت دارن اپ تولید میکنن. ولی خب خوبه اینا رو بدونید، تو مصاحبه ها ازتون میپرسن این چیزا رو، یا اصلا به عنوان یه دیولپر باید بدونید دیگه که مثلا حالا نمیدونم مثلا این فیوژن دیولپمنت چیزیه که سال 2022 راجبش صحبت شده و الان تیما رو دارن اینجوری میبندن تو شرکت. حالا چی میگه؟ میگه که مثلا ما توی سازمانمون برای اینکه بخوایم روی توسعه پاور پلتفرم و پاور اپس و اینها کار بکنیم، خوبه این تیما رو تشکیل بدیم. بعد میگه این تیما، فیوژن دیولپمنت تیم، شامل یه سری افرادی هست با رولای مختلف. یه سریشون رو میگیم سیتیزن دیولپرن، یه سریشون رو میگیم پروفشنال دیولپرن، یه سریشون رو میگیم آیتی پروفشنالن. میگه اونایی که سیتیزن دیولپر هستن اینجا تعریف میکنه دیگه اینها. میگه اونا یه business user with business knowledge looking for way to improve a business process, use visual, drag and drop and low code tools, usually don't have a technical background. میگه اینا کسایی هستن که تفکر بیزینسی دارن، بیزینس آنالیستن، بیزینس پروسس ها رو خوب بلدن و دوست دارن با استفاده از امکانات ویژوال بیان درگ اند دراپ کنن، اپ رو بسازن مثلا، یا اون چیزا رو توسعه بدن. خیلی بک‌گراند معمولا بک‌گراند تکنیکالی ندارن، ولی میخوان به صورت سریع اپی رو توسعه بدن یا یه چیزی رو انجام بدن، که ما به این افراد میگیم سیتیزن دیولپر. یعنی ما الان تو این جلسه مخاطبامون میتونن، یه سری از شما میتونید سیتیزن دیولپر یا سیتیزن میکر باشید دیگه، یا افرادی هستید که خیلی دانش تکنیکال ندارید. تکنیکال حالا برمیگرده به اون بک‌گراندی که مثلا من چه میدونم مثلا چند سال پیش دات نت دیولپ میکردم، مثلا آبجکت اورینتد رو بلدم، اگه مثلا به من یک کد سی شارپ بدن میتونم بفهمم چیه، اگه به من کد فرانت مثل جاوا اسکریپت و تایپ اسکریپت و ریاکت و اینا مثلا بدن، من اینا رو متوجه میشم، میتونم توی پاور اپس مثلا ازشون استفاده بکنم و کار بکنم. بذارید من اینجا این من کامراتونم باز کردم، اگه دوست داشتید میتونید کامراتونم روشن بکنید. من خودم یه ذره الان اینجا محدودیت دارم ولی احتمالا شاید بتونم باز بکنم. البته من این کامپیوترم که دارم باش کار میکنم یه سری تنظیماتش به هم ریخته، کارم سخت کرده. اوکی، بعد میگه پروفشنال دیولپرها رو داریم تو این فیوژن تیم که اینا پرو دیو هستن، آدمای پروفشنالی هستن که نوشته to accomplish pro dev task, for example write code in Visual Studio or use Visual Studio Code using programming language like C# or JavaScript. میگه اینا خب آدمایین که یه لول بالاتر از سیتیزن دیولپران میان، چون برنامه نویسی بلد هستن، میتونن مثلا توسعه بدن روی ویژوال استودیو یا ویژوال استودیو کد. حالا چی توسعه میدن اینا میتونن بیان کامپوننت بنویسن، مثلا اینا میتونن بیان مثلا شما اگه تو اپتون، حالا اونایی که سیتیزن دیولپرن میان درگ اند دراپ میکنن، حالا اونا لو کد هم بلدن دیگه، یعنی باید لو کد هم بدونن. ما به این پاور اپس هم میگیم لو کد نو کد دیگه. حالا نو کد خیلی شاید نباشه ولی لو کد هستش. یعنی مثلا اگه من میام یه به فرضی یه فرمی رو اینجا مثلا توی این جاش درست نبود، مثلا اگه من میام کجا رفتی این فرم رو، بذارید دیلیتش بکنم. مثلا توی این کانتینره من اگه میام یه فرم میندازم و اینو وصلش میکنن به یه
دیتا سورسی. خب تا اینجاش که فعلا چیز بوده دیگه، نو کد بوده. مثلا کورس دیتیلز به فرض، خب این اومد به دیتابیس دیتاورس من وصل شد ها. الان این اومده اینجا قرار گرفته. خب این الان خودش به صورت دیفالت مثلا اینو برای من ساخته. خب من اوکی استفادهش میکنم، ولی من باید بدونم به عنوان حتی سیتیزن دیولپر که این اصلا داره دیتاشو از کجا میاره، از این دیتا سورس. پس این داره اینجا دیتا سورس رو تعریف میکنه. اینجا تو قسمت آیتم میتونم تعریف کنم که چه آیتمی رو بیاره. اگه اینجا گالری بذارم میتونم این گالری رو به این کانکت کنم و بگم برو مثلا از این گالری آیتمی که سلکت شده رو بردار بیار. ها میتونم اینجا مثلا یه گالری بذارم، به همون کورس دیتیلز وصلش بکنم، تمام لیست کورس ها رو برای من میاره. بعد اینجا بیام بگم مثلا توی این، ببین اینجا دیگه میشه لو کد. بالاخره یه کد کوچولویی باید بزنم، میگم گالری یک دات سلکتدش، تو بیا ولیو اینو آیتمی که اینجا میخوای جنریت کنی و بر مبنای این گالری انجام بده. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اگر من اینو بیام مثلا آیتم 2 رو انتخاب کنم، این رکوردها بر مبنای آیتم 2 چنج میشه. خب ما با این میگیم لو کد. برای سیتیزن دیولپرها باید اینا رو هم بدونن. ولی حالا یه جایی میایم مثلا میخوایم یه API کال بکنیم، مثلا میخوایم یه کامپوننت حتی اینجا بندازیم. خب این کامپوننت ها شما دو جور میتونید کامپوننت بنویسید. یکی اینه که بیاین اینجا مثلا بگید من یه نیو کامپوننت انجام. کامپوننت یعنی چی؟ یعنی من یه سری کارهای تکراری دارم اینجا که این کارهای تکراری، بذارید من این وسط ها میرم بچه ها هم یه چک میکنم اینور که چیز بکنیم. این کارهای تکراری، مثلا من یه آبجکتی یا یه تو اسکرینم یه چیزی رو دارم که هی قراره اینجا تکرارش بکنم، و یا مثلا یه بنری میخوام اینجا بذارم که قراره تو همه پیجام ازش استفاده بکنم. خب من برای اینکه اینو بخوام توسعهش بدم باید بیام براش کامپوننت بسازم. بهتره best practice، چون من میتونم بیام اینجا هی تکرار بکنم، بیام بگم خب یه دونه تکست لیبل بنداز، یه دونه ایمیج بنداز، اینا رو همه رو بندازم اینجا ها. بعد اگه بخوام اینو برای اسکرین دومم استفادهش بکنم، باید بیام اینو دوباره کپی بکنم ببرم تو اسکرین دوم پیست کنم، بعد ببرم تو اسکرین سوم پیست کنم. بعد حالا اگر اومدم یکی از اینا مثلا تکستشو نوشته بودم، مثلا لوگوی شرکت رو گذاشتم، حالا لوگوی شرکت عوض شد، بعد برم تک تک اون اسکرینا رو باز بکنم، اون لوگو رو اونجا تغییر بدم. خب چه کاریه؟ میام یه کامپوننت مینویسم، این کامپوننت رو آپدیت نگرش میدارم. خب اینجا شما مثلا برای اینکه این کامپوننت رو ایجاد بکنید باید یه بلد باشید مثلا چجوری اینجا کاستم پراپرتی بزنید. بعد کاستم پراپرتی هاتون یه سریشون اینپوت، یه سریشون آوتپوته، که من مثلا یه جایی ورودی میخوام بگیرم، یه جایی باید خروجی بدم، که توی جاهای یعنی توی کنترل‌های دیگه بتونم اونو فراخونی بکنم. اینجا میام چیکار میکنم؟ کامپوننت مینویسم. خب اینو مثلا شاید سیتیزن دیولپر نتونه انجام بده، اینو میدیم مثلا به اون پروفشنال دیولپره یا پرو دیولپره که اون بیاد اینجا انجام بده. یا مثلا چه میدونم، مثلا PCF کامپوننت میتونیم اد بکنیم ها. اینجا من اگه بیام تو کامپوننت ها، توی get more components اگه بزنم، اینجا من میتونم بیام یه سری کد هایی رو یا یه سری PCF کامپوننت هایی رو اینجا که قبلا آپلود کردم رو اینجا استفاده بکنم. مثلا یه دونه PCF JS custom functionه که این کامپوننت رو یه شخصی به این اسم مثلا نوشته. بعد اگه من اینو توی اپم ایمپورتش بکنم، اجازه دارم که کد جاوا اسکریپت توی پاور اپس بزنم ها. به این میگن مثلا PCF JS مثلا custom component. بعد اینو چجوری نوشتتش؟ اینو رفته با PCF با از طریق پاور پلتفرم کامپوننت فریمورک نوشته، که ما به این میگیم PCF کامپوننت توی پاور اپس، که فریمورکیه که شما میتونید با استفاده از این فریمورک، اینجا هم قشنگ همه توضیحاتشو میده که بهش میگیم کامپوننت، میتونید تو ویژوال استودیو بازش بکنید، پروژه رو بسازید با استفاده از کامند لاین های
پاور اپس میتونید پروژه رو ایجاد بکنید، بعد میبرید تو ویژوال استودیو کد بازش میکنید، بعد میتونید اونجا ریاکت بزنید، میتونید اونجا تایپ اسکریپت بنویسید، هر زبانی که خواستید اونجا میتونید انجام بدید. مثلا اینجا میگه برای کنواس اپ، اینجا مثلا میگه چجوری بیای یک کد کامپوننت رو اصلا اد بکنی که اینجا داره بهتون نشون میده که به چه صورته. بعد میگه اگر ادش کردی کد کامپوننت میاد اینجا میشینه و بعد اینجا یه سری پراپرتی داره، میتونی پراپرتیاشو ست بکنی و در نهایت اینو ازش استفاده بکنی. بعد اینجا میگه حالا React Control and Power Platform Libraries که اینجا حالا میگه این از ریاکت هم میتونی استفاده بکنی. بعد لیمیتیشن هاشو میگه، اینم خوبه که بدونید، به عنوان دیولپر میذارمش اینجا. و یه سورس خیلی باحال داریم به قول معروف اینجا به اسم pcf.gallery که اگر بیاین اینجا الا ماشاءالله از این کامپوننت ها نوشتن. برای چی؟ برای مدل دریون و برای کنواس اپ. شما اینجا میتونید بگید که تو چه زمینه ای میخواین. مثلا داری یه پروژه انجام میدی، دنبال، مثلا من اخیراً یه پروژه داشتم انجام میدم، دنبال یه دانلود باتنی بودم توی کنواس اپ که بتونه یه کاری رو انجام بده و اومدم اینجا دانلود رو سرچ کردم و اینجا یه دونه پروژه پیدا کردم. این پروژه که اینجا طرف میگه اگه به من بیس 64 استرینگ به من بدی، مثلا یه بیس 64 استرینگ مثلا یه عکس یا یه فایل رو به من بدی، من اینجا میتونم اینجا یه باتن دانلود بدم، بزنی اینو برات دانلودش میکنم. خیلی چیز جالبی بود. بعد روی کنواس اپ هست، من اینو استفادهش کردم، خیلی جالب بود. بعد اینجا اگه دانلودش رو کلیک بکنید میاد توی سورس کدای اینها توی گیت هاب که اینجا ما یه دونه PCF کنترل ریپازیتوری داریم که زیر مجموعه خود، فکر میکنم این البته اینجا فورک شده، فکر کنم این زیر مجموعه خود مایکروسافت باید باشه توی فکر میکنم، آره البته این نه، توی ریپازیتوری شخصی خودش نوشتتش اینجا، آره اینجا شیرش کرده، نه مایکروسافت براش نداره. خب اینجا میاد توضیح میده، میگه ببین این نحوه استفاده از این کامپوننت من هستش، چجوری میتونی استفادهش بکنی و چجوری من اجازه میدم که بتونی این دانلود رو انجام بدی. بعد اینجا سورسش هم هست، شما این سورس رو میتونید کلون بگیرید ببرید توی ویژوال استودیو کدتون، اونجا کدش رو باز بکنید، روش کار بکنید، میتونید یه کپی بگیرید و بیاین ببینید. مثلا اینجا فایل index.ts هست که تایپ اسکریپت، اگر نگاه بکنید و روی تایپ اسکریپت و اینا بلد باشید کد بزنید، اینجا داره تو آپدیت ویوش میگه که چه کاری انجام بده، داره میاد یه دونه تگ A اینجا میسازه، بعد میخواد اون لینک دانلود رو ایجاد بکنه و در نهایت میاد اون دانلود باتنه رو رندرش میکنه و اینجا ازش توی پاور اپس ازش استفاده میکنه. خب این یه استراکچری داره برای ساخته اصلا کلا این PCF کامپوننت ها که اصلا شما چجوری مثلا PCF کامپوننت دیولپمنت رو اگر مثلا سرچ بکنید اینجا بهتون حالا هست، یه سری ها اومدن مثلا تو یوتیوب شروع کردن که چجوری میتونی PCF کنترل بسازی و یه پروژه های ساده شروع کردن و بهتون یاد میدن که چجوری این کار رو انجام بدی. یا مثلا اینجا میگه میخوایم این کامپوننت رو بسازیم که مثلا یه چیز، این یه حالت پروگرس بار، یه اسلایدر ماننده که عدد رو میتونی براش تعریف کنی و با جلو عقب رفتن اون اسلایدر این چیز میشه. بعد اینجا میاد میگه باید بری اول یه سری پیش نیازایی داره، باید مثلا دات نت استیکی نصب کنی، اینجا استیکی، بعد میگه ویژوال استودیو کد باید داشته باشی، نود جی اس داشته باشی، پاور بی آی، پاور پلتفرم سی ال آی رو باید داشته باشی که بتونی این فانکشن های پک رو بتونی ران بکنی. این پک زیر مجموعه همون پاور پلتفرم CLI پک میکنی، PCF و INIT یا اینیشیالش میکنی با این نیم اسپیس و با این مشخصات و در نهایت این میاد پروژه رو براتون میسازه و حالا شما شروع میکنید کدای خودتون رو نوشتن برای اون کامپوننتتون. بعد اینجا قشنگ داره همه رو
توضیح میده. من اینجا مثالم زده، گفته مثلا توی مدل دریون اپ چجوری میتونید بسازید، برای کنواس چجوری میتونید بسازید و همه اینا رو توضیح داده. حالا برمیگردم اینجا که داشت راجع به همین موضوع میگم اینا پروفشنال دیولپران که میان اینا رو توسعه میدن، چون با زبان سی شارپ و جاوا اسکریپت و اینها کار کردن. بعد میگه یه سری آیتی پروفشنال یا دیوآپس انجینیر داریم که اینا میان اون لایف سایکل رو یا اون ALM رو، اپلیکیشن لایف سایکل منیجمنت رو کمک میکنن که ما بتونیم برای پروژه پاور پلتفرم داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی شما باید توی بحث توسعه نرم افزار خوندید دیگه، ما بحث سافتور دیولپمنت لایف سایکل رو داشتیم دیگه، SDLC رو داشتیم که اونجا میگفتیم که باید هر نرم افزاری که توسعه پیدا میکنه یه چرخه عمری داره، یه چرخه حیاتی داره و اون رو ما با استفاده از اون لایف سایکل میتونستیم مدیریت کنیم. توی پاور پلتفرم ما این چرخه حیات رو داریم و بهش میگیم اپلیکیشن لایف سایکل منیجمنت و این آیتی پروفشنال یا دیوآپس انجینیرها و تخصصشون این قضیه است و به ما اینجا کمک میکنن. بعد میگه چجوری کلابوریشن میکنن با هم. میگه خب مثلا این ساختارشه که حالا اینایی که سیتیزن دیولپرن با اینایی که کد فرست دیولپرن اینجوری در ارتباطن، اینا روی اینا کار میکنن، روی تولزا کار میکنن و قابلیت های درگ اند دراپ. اینا میان اینجا با گیت هاب و دیولپرها میان با گیت هاب و ویژوال استودیو و ویژوال کد کار میکنن. بعد از طریق API ها و نمیدونم اژور و اژور سرویس و اینها این اطلاعات رو فراهم میکنن برای سیتیزن دیولپر. یعنی چی؟ یعنی مثلا اون پروفشنال دیولپر میره کامپوننت رو مینویسه، میاد به سیتیزن دیولپر میگه ببین میخوای تو اپت مثلا اینو توسعه بدی، بیا از این کامپوننت استفاده بکن. اون سیتیزن دیولپر دیگه نمیدونه اون چه جوری توسعهش داده، اون فقط میدونه که چجوری باید ازش استفاده بکنه. درگ دراپ و کانفیگوریشن ستینگز تمام و سلام و این میشه کار اون سیتیزن دیولپره. به خاطر همین خوبه که شما هم جایگاه خودتون رو پیدا بکنید که سیتیزن دیولپرید یا پروفشنال دیولپرید. اگه پروفشنال دیولپرید برید رو اون کانسپت هایی که الان دارم براتون صحبت میکنم کار بکنید. اگه سیتیزن دیولپرید روی درگ اند دراپ ها کار بکنید ولی خودتون رو ارتقا بدید، بیاین بالا، بیاین رو لو کد کار بکنید، پاور اف ایکس رو یاد بگیرید، چون اینجا توی کدایی که ما توی چیز داریم میزنیم، توی پاور اپس داریم میزنیم، اینجا داریم از همین پاور اف ایکس و اینا استفاده میکنیم و فانکشن های پاور اف ایکس استفاده میشه که شبیه اکسل و خوبه. پیشنهادم اینه که به عنوان سیتیزن دیولپر این پاور اف ایکس رو یاد بگیرید و فانکشناشو ببینید. مثلا اینجا مثال زده، میگه ببین پاور اف ایکس ما توی اکسل می نوشتیم رایت فلان و فلان رو بگیر، یه استرینگ بهش داده، بعد گفته همینو ما توی پاور اپس هم داریم، میگیم رایت این استرینگ رو بگیر بر مبنای لنسش، بعد بیا فایند کن اینو، بعد بیا مثلا اینو ازش حذف کن، این کار رو انجام بده. و این داره این پاور اف ایکس رو به شما یاد میده. اینم الان لینکش هم میذارم اینجا که در مورد پاور اف ایکس هم بتونید بدونید. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ میاد توی بحث اپلیکیشن لایف سایکل منیجمنت یا ALM. خب خیلی موضوع خوبی رو اینجا مطرح میکنه و خوبه بدونید به عنوان دیولپر. بعد اینجا میاد میگه ALM for developer. با هم این ویدیو رو ببینیم. این خیلی ویدیو نیم ساعت ویدیوه ولی من سعی میکنم روی ویدیو براتون توضیح بدم راجع به ALM و اینکه چه کمکی میکنه و شما به عنوان دیولپر چرا باید اینو بدونید و چه کاری باید انجام بدید. خب بذارید من اینو پلی کنم. صدای ویدیو رو دارید؟ من شیر کردم، حالا اگر بهم بگید صدا رو دارید، روی یه تکست بدید بگید دارید یا نه. اوکی مرسی. خب ایشون از تیم مایکروسافت هست. جانم بفرمایید. صدا میاد ولی صدا خوب نیست. آها صدا خوب نیست. اوکی بذارید من آدیو ستینگ همو ببینم اینجا. خب خب
الان چطور بود؟ خوبه یا بازم خرابی؟ صدا خوبه. اگه تصویر رو یکم بزرگترش کنین آره حتما. خب آره تصویر رو الان بزرگ میکنم که بهتر ببینیم. خب خب ایشون از تیم مایکروسافت پرینسیپال پاور پلتفرم آرکیتکتن توی تیم مایکروسافت و امروز میخواد راجع به این صحبت کنه. خیلی بحثش طولانی، من لینکش رو میذارم بعد ویدیوشو ببینید. اوکی، فقط من میرم جلو و روی این براتون یه ذره توضیح میدم. حالا جایی که خودش بخواد توضیح بدم میگم که حتما اون بحث رو با صدای خودش بشنویم. داره راجع به خود اصلا تعریف ALM رو میخواد بگه، راجع به Azure DevOps میخواد بگه که کد فرست ALM روی Azure DevOps و کد فرست ALM روی GitHub هست و سیتیزن دیولپر که میگه میتونه حتی سیتیزن دیولپر هم ALM رو انجام بده. So if you have the moment or chance to go ahead, go to aka.ms, low code February. I'd be very happy to see you guys participate there. And we'll be sharing all kinds of knowledge and know-how with key players from obviously the deployment because that is the main event. خب بذارید از اینجا با هم گوش بدیم که الان میخواد. So what is ALM? ALM is obviously short for Application Lifecycle Management, right? And typically speaking, when we talk about application lifecycle management, unfortunately, a lion's share of the attention is always taken by the deployment because that is the main event. You know, you take all the effort to go build the application, and then you proceed to go deploy that application, and that usually takes, you know, as it should, the spotlight from all the others. But application lifecycle management, in particular, has seen its name evolve in different things and is referred to in different ways. There's obviously DevOps. There's also DevSecOps. Digital transformation is another way that application lifecycle management goes by. And then within application lifecycle management خب ببینید داره میگه که خب این اپلیکیشن لایف سایکل برای اینه که ما بتونیم اپو که توسعه میدیم رو بتونیم ببریم دلیورش بکنیم و اینو توی چرخه‌ای قرار بدیم که بتونیم توی به قول معروف تو پایپلاین‌های مختلف این اپ رو دلیورش بکنیم و در نهایت این اپ رو بتونیم نگهداریش بکنیم، مینتیننسش بکنیم. که حالا اینجا یه توضیح جالبی هم میده، میگه ببینید سافر SDLC که ما توی سافر دیولپمنت لایف سایکل داریم فوکسش روی سافر دیولپمنت، ولی اپلیکیشن لایف سایکل فقط داره چیکار میکنه؟ looks of the entire cycle، یعنی میگه فقط به سایکله داره فکر میکنه، به اون جزئیات و بقیه چیزایی که ما توی سافر دیولپمنت داریم فکر نمیکنه، روی فقط داره به چرخه حیاته فکر میکنه که اینجا الان میگه که این چرخه به چه صورت اتفاق میفته. One thing to be very clear, software development lifecycle is also part of application lifecycle management. It looks at the entire lifecycle of the product at that point. Well, what does that mean from a Power Platform perspective? It comes down to three key things. And please, Casey, you let me know if I'm veering off of anything here, right? But if we میخواد بگه که اینجا میخواد بگه که ALMی که ما راجبش توی پاور پلتفرم صحبت میکنیم روی 3 تا موضوع تمرکز داره. یکی اینه که اصلا خود environment management که ما حالا بهتون توضیح میدم که چجوری باید environmentمون رو بیلد بکنیم و این environment رو ایجادش بکنیم و environment های مختلف رو داشته باشیم، یعنی environment استراتژی تعریف بکنیم. یعنی چی؟ یعنی من اپ رو باید تو محیط dev توسعهش بدم، توی environment dev، بعد ببرمش توی environment تستش بکنم یا بدم به کلاینت بگم تو اینجا تو فاز تست اینو تستش بکن، بعد که تموم شد و تایید تست رو گرفتم
یا تو فاز UAT بودم یوزر اکسپتنس تست، حالا بذارمش تو محیط پروداکشن و انوایرمنت پروداکشن. این خودش یه موضوع خیلی مهمه، یعنی اینکه پس من باید یه انوایرمنت استراتژی اول تعریف بکنم. بعد میاد میگه که Power Platform Resource that make up an application item in solution. بعد میگه که خب اصلا خود این ریسورس ها و این کامپوننت ها یا این منابعی که من دارم برای توسعه استفادهش میکنم، اینو من باید برای این توسعه اپلیکیشن دارم کجا باید بذارم. میگه اینا باید توی سولوشن ها قرار بگیره. بعد تو باید بدونی که اینا رو تو سولوشن ها چجوری مدیریتش بکنی و همه این پروژه ها تو به صورت سولوشن بیسد ببری جلو. چرا؟ چون توی انوایرمنت ها ما با سولوشن ها کار میکنیم. یعنی اگه من میخوام از انوایرمنت دیو برم به تست، برم به پروداکشن، باید حتما سولوشن رو جابجا بکنم. نمیتونم بگم بیا فقط این اپ رو وردار ببر. باید اپ رو بذارم توی سولوشن با همه متعلقاتش، بعد اونو ببرمش توی انوایرمنت های مختلف و دیپلویش بکنم. و در نهایت توی قسمت سوم میگه دیپلویمنت منیجمنت باید انجام بدم. خب میگه حالا من سولوشن هامو دارم، انوایرمنت هامو هم ستاپ کردم، خب چجوری اینا رو بین اینا جابجا بکنم؟ میگه خب باید تو یه دیپلویمنت منیجمنت استراتژی داشته باشی. یعنی باید بتونی بیا اینا رو دیپلوی کنی که همون بحث دیوآپس هستش اینجا، که اون CI/CD یا Continuous Integrity Continuous Development هستش که ما توی بحث دیوآپس داریم دیگه، که اینجا کار دیوآپس انجینیره یا کار اون پرو دیو یا کار اون آیتی پروفشناله بود که تو فیوژن تیم داشتیم نگاش میکردیم. حالا میگه اون باید بیاد چی کار بکنه؟ باید بیاد اینجا این رو برای ما لایف سایکل انتقال و دیپلویمنت پروسس رو برای ما اینجا باید پیاده سازی بکنیم. حالا اینجا دو تا موضوع وجود داره که ما این دیپلویمنت رو توی فضای اژور دیوآپس انجام بدیم یا از پایپلاین های خود پاور پلتفرم استفاده بکنیم. یعنی ما میتونیم از پاور پلتفرم پایپلاین ها استفاده بکنیم یا از اژور دیوآپس پایپلاین استفاده بکنیم، که الان این رو اینجا توضیح میده. So exactly how many environments are you going to have, whether it's dev, test, prod, or dev, test, pre-prod, and prod. Everyone has a kind of strategy. In addition to that, when we talk about environment strategy, depending on how people want to go develop. So how do you want to create the dev environments with the appropriate configurations and so on and so forth that can then be consistently deployed to various different target environments. Now that. The other thing is obviously every resource that you go ahead and build in a Power Platform app has to be packaged into a solution. ببینید میگه هر سولوشنی که هر اپلیکیشنی که میخواین شما چیز کنید باید بیاد بره توی یه سولوشن پکیج قرار بگیره که بخواد توی انوایرمنت جابجا بشه. And then so in this case, what we're going to focus on, a lot of our discussion is going to be focused on how we get this deployed from one environment to the other. خب من اینو میرم جلو که با هم مرور کنیم که بتونیم وقت جلسه رو هم حفظ کنیم. چند تا سوالم اومده الان میام اونا رو هم جواب میدم. بعد میگه توی سولوشن ها چه چیزایی میره داخل سولوشن؟ میگه اسکیما ها میره، تیبل ها میره، کالمن ها میره، ریلیشنشیپ ها میره، گلوبال چویس ها میره، یوزر اینترفیس ها میره، نمیدونم فرم، ریبون، نمیدونم اینا مال مدل دریون، انالیتیکس ها میره، پروسس ها میره، کدا میره، تمپلیت ها میره، سکیوریتی میره، سیستم ستینگ میره، خود اپ ها میرن، خود فلو ها میرن، همه اینا میرن توی اون سولوشنه. آها اینم خیلی نکته مهمیه، اینم الان بسیار نکته مهمیه. توی پاور پلتفرم و پاور اپس شما با دو جور سولوشن در ارتباط هستید. اینو الان براتون کلیر میکنم دیگه تا همیشه تو ذهنتون باشه. ما یه آن منیج سولوشن داریم، یه منیج سولوشن داریم. آن منیج سولوشن ها سولوشن هایی هستن که شما میتونید همچنان روش کار دیولپمنت رو انجام بدید. یعنی میتونید اگر آن منیج هست میتونید پکیجش بکنید ببرید روی انوایرمنت دیگه یا ببرید روی یه دونه تننت دیگه ای دوباره بازش بکنید دیولپمنت رو روش ادامه بدید. به این میگیم آن منیج. اوکی؟ و رستریکشن روش ندارید که بخواید مودیفایش بکنید، دیلیتش بکنید، ادش بکنید و کاری روش. و حتی گفته recommended only during development of the solution. اوکی؟ پس شما هر وقت میخواین کار دیولپمنت انجام بدید حتما آن منیج سولوشن باید داشته باشید. حالا وقتی که کار دیولپمنتتون تموم بفرمایید سوال دارید؟
یعنی قبل از اینکه اپ رو درست کنیم باید این دستور آن منیج رو بدیم. منیج چجوریه؟ میشه آها نشون الان بدیم؟ بهتون نشون میدم. آره الان بهتون نشون میدم که چجوریه. و منیج سولوشن هایی هستن که منیج شده هستن، یعنی یه جورایی اینا کپسوله شدن، یعنی شما دیگه آن منیج تموم شده، کار تموم شده، توی محیط دیو بودی، کار تموم شده دادیش تو محیط تست. تو محیط تست دیگه آن منیجی وجود نداره، شما نمیتونی آن منیج رو بدی تو محیط تست، میره اونجا میشه منیج سولوشن، دیگه کسی نمیتونه اونو بازش کنه، مودیفای کنه. میگی من کارم تموم شد دادمش برای تست، آقای تست، تیم تست بیا بشین روش تست انجام بده، ولی اجازه نداری تغییر روش بدی، پس من منیج رو میبرم اونجا، یعنی خود پایپلاین هم اتوماتیک منیج میبره اونجاها. و وقتی که تستم کارش تموم شد اگر اپروو داد میفرسته میره تو پروداکشن و تمام میشه و تیم کلاینت تو پروداکشن میتونه ازش استفاده بکنه، اونجا هم بازم منیجه. پس ما تو دیو آن منیج داریم، توی تست و توی پروداکشن منیج سولوشن داریم. اوکی که اینها حالا اینجا نمیشه سیلد میشه باینری، یعنی یه جورایی باینری بسته بندی میشه این چیزه و اکسپورت هم نمیتونه بشه. اینم نکته مهمی، وقتی که منیجش میکنید دیگه اکسپورت نمیتونید بکنید و کاستومایزیبل هم نیستش. حالا چند تا سوال اینجا پرسیدید، یکیش این بودش که یکی از دوستان پرسیده DSPI کانسالتنت گفته که آیا امکان این هستش که یه مرحله تاییدیه قرار بدیم؟ خیلی سوال خوبیه. میگه خب من اینو دارم انجام میدم. بله، باید اپرووال روش میتونید بگیرید و اپرووال باید روش بیاد. اگر تایید شد این میتونه بره مرحله پروداکشن یا میتونه بره مرحله تست حتی. بله اینجا میتونیم این کار رو انجام میدیم. حالا اینم برای اینکه بهتون نشون بدم اینجا من یه بروزر بیارم. اینها ببین میگه automate solution deployment with approvals using مثلا Power Automate. حالا using اینجا میگه دیگه deployment approval and scheduling using Power Platform. پایپلاین فکر میکنم باشه. بله شما میتونید این رو تعریف بکنید. Power Platform Pipeline with Approvals. اینجا لویس توضیح داده. لویس هم یکی از بچهای بسیار با دانشی هستش، بلاگ خیلی خوبی هم داره که اصلا میگه پری دیپلویمنت ستاپ انجام بدی، بعد پری دیپلویمنت فلو، که اینجا داره همون فلو رو داره میگه که چجوری این فلو رو بسازی که این فلو بیاد برای بحث اپرووال تایید رو بگیره. بعد که تایید رو گرفتی این میتونه چیکار بکنه؟ از محیط دیو، اینجا دیو دیگه، حالا این نشونتون میدم، از دیو بره توی تست و از تست بره تو پروداکشن که این میتونه انجام بشه. پس خوبه یه سرچی اینجا بزنید و ببینید که چجوری میتونید این کار رو انجام بدید. بله شدنی هستش و باید هم انجام بشه چون بالاخره شما میخواین تاییدات. اینجا هم یه نفری اینجا مثل این که آها اینو پست کرده، اینم الان براتون میذارم. آره اینجا استپ بای استپ گفته، من اینو میذارم براتون توی چت استفاده بکنید. خب میگن که بدون استفاده از DevOps like have unmanaged in dev but managed in test and prod could you please share the link. اوکی اینو که انجام دادم. بله الان اونم بهتون توضیح میدم. چشم. اوکی امیر حسین سوال دارید بیاین بالا. امیر حسین میتونید بپرسید. اوکی حالا هر وقت چیز شدید میتونید سوالتون رو بپرسید. اوکی میکروفونتون فعال نمیشه. چرا؟ اینجا فعاله. اینیبل باید خودتون آن میوتش بکنید. فکر کنم میوت هستید دیگه، خودتون باید آن میوت کنید. من اینیبل کردم. آها مال DBI. بله بذارید من اینو براتون برای این یوزر DSPI کانسالتنت
فعال نبود. برای شما رو فعال کردم، برای امیرحسین هم فعاله. سلام، وقت بخیر. من مرسی. ببخشید من بعضی وقتا انگلیسی نیستم چون فارسی سخت نوشتنش. اشکال نداره، اوکی. همین میخواستم در مورد همین استپ اپرووالی که توی پایپلاین پاور پلتفرم میشه قرار داد. در واقع حقیقتش من پیدا نکردم هیچ جایی به صورت نیتیو بشه این کار انجام داد، مثلا پلتفرم‌های دیگه مثل گیت هاب یا گیت لب که میتونیم استپ اپرووال بذاریم. اینجا حالا از طریق پاور اتومات میتونی همچین انجامی بدی. فقط مشکلش اینه که یوزری که قرار این کار رو انجام بده نمیتونه خود تیم آی سی تی باشه. من نیاز دارم مثلا آی سی تی اپرووش کنه ولی من بتونم ادامه بدم. بله دقیقاً این لیمیتیشنی هستش که ما داریم فعلا اینجا. من نمیدونم ببینید الان میخوام همون رو توضیح بدم. ما دو جور پایپلاین دیپلویمنت داریم، یکی پاور پلتفرم دیپلویمنت پایپلاینه، یکی اژور دیوآپس پایپلاینه که حالا اینجا توی این ویدیو هم توضیح میده. ولی بله توی پاور پلتفرم پایپلاین این لیمیتیشن ها رو داریم. اولا اینکه نیتیو اپرووال نداریم، دقیقاً باید با پاور اتومات این پروسه انجام بشه. بعد اون بحث یوزر لیمیتیشن اکسس رو هم داریم و کاریش هم فعلا نمیشه کردش. میگم باید ببینیم چیکار، یعنی باید بررسی بکنیم دیگه. حالا توی اژور دیوآپس من مطمئن نیستم که اونجا چیزو داریم. اونجا فکر میکنم اپرووال رو به صورت نیتیو داریم، ولی بحث این یوزر رو که بتونه اونجا بعد از اینکه اپروو کردش به جریان بیفته رو نمیدونم، اونجا مطمئن نیستم، چون من خودم دارم با پاور پلتفرم پایپلاین کار میکنم. اژور دیوآپس هم کار کردم ولی خاطرم نیستش که این موضوع رو اونجا داشتیم یا نه. تو اژور دیوآپس من برای پروژه‌های دیگه کار میکنم، اونجا امکانش هست. فقط بعضی وقتا خود کمپانی ترجیح میده که مثلا لایسنس اضافه نگیره، به خاطر همین روی همین پایپلاین ها بمونه، محدودیتش اینجاست. ولی روی اژور دیوآپس میشه استپ اپرووال گذاشت، بعد اون محدودیت های چیزا میشه. مرسی، ممنون. خواهش میکنم. ببینید بله لیمیتیشن که داریم. یه نکته دیگه هم هستش، اینه که خب پیچیدگی هم هستش دیگه. ما روی پایپلاینی که تو اژور دیوآپس تعریف میکنیم خب پیچیدگی داریم. بعد خب اونجا بیشتر برای پرو دیولپراست و کسایی که میخوان کد و سورس خود اپ رو اونجا بتونن دیپلوی بکنن و سورسش رو داشته باشن و اکسس داشته باشن. ولی خب توی پاور پلتفرم اینجوری نیست، یه مقدار استریت فوروارده و راحت تر. ولی خب این لیمیتیشن ها رو هم اینجا داریم. بذارید من برگردم. صدای منو دارید؟ بله صداتون رو دارم. ببخشید من میکروفونم اوکی شد. آقای آقاجانی من یه سوال داشتم که یه لطفی بکنید، اون لینکی که قبلا معرفی کردید واسه یه دیولپر ها بود که ما میتونستیم از محیط پاور اپس استفاده کنید که شما گفتید مدام این تمدید میشه اگر استفاده بکنید. اوکی. ببینید اون آره اینجاست. شما دو جور میتونید دیگه. یکیش اینه که بیاین توی M365 Developer Program اینجا جوین بشید. اینجا جوین ناو رو بزنید و حالا من نمیدونم، من ساین این نیستم. اینجا جوین رو میزنید و میاد اینجا یه سری سوال ازتون میپرسه. اینجا میخواد با چیز من اکسس بشه. من دارم، به خاطر همین نمیخوام بیاد از این چیز من استفاده بکنه، اکانت من استفاده بکنه. بذارید من M365 Developer Program. خب حالا من الان برم اونجا، اکانت منو میخواد ازش استفاده بکنه یا شاید هم ببرمش توی اینکاگنیتیو اونجا بازش بکنم. اینجا نیو پرایویتش بکنیم. اوکی، پیست. خب جوین این چیه؟ اوکی. آره اینجا باید اکانت مایکروسافت اکانت، پرسونال اکانتی که دارید، حالا با جیمیلتونه، با آتلوکتونه، با یاهو، حالا هرچی هست، اینجا باید واردش بکنید. اگر ندارید اینجا یه دونه میسازید، چند تا استپ میرید جلو و براتون یه دونه دیولپر اکانت میسازه روی M365 و پلن E5 تو میده 3 ماهه که میتونید از امکانات M365
همه امکاناتش و پاور اپس و پاور اتومیت و اینها استفاده بکنید. همین تننتی هستش که من اینجا دارم الان. این برای منم چیز دیولپر اکانت، اینی که دارم استفاده میکنم که تقریبا فکر کنم یه 2 سالی هست روش دارم توسعه میدم و برام یه دونه اینجوری یه چیز. بله بفرمایید. ممنونم. 2 تا سوال دیگه هم داشتم، خیلی کوتاه، اونا هم میتونم بپرسم؟ بله بفرمایید. یکی این که ما توی این پاور اپسی که داریم هر تولز یا نرم افزاری یا سیستم های مایکروسافت روی دیتا ورس باشه، ما میتونیم از دیتای اون واسه ساختن حالا یه اپلیکیشن یا پاور پیج استفاده کنیم. مثلا اگر بی سی روی کلوده یا اف ان او روی کلوده، ما میتونیم از دیتای اونها استفاده بکنیم؟ بله میتونید استفاده بکنید. اولا اینکه باید بیاد رو دیتاورس. خب بی سی و اف ان او اینها همه رو دیتاورس، شما میتونید ازش استفاده بکنید. یک. دو اینکه اگر ترد پارتی دارید میتونید از طریق مثلا دیتا بریکس، از طریق اژور سینپس، از طریق اینها مثلا دیتا ها رو سینک بکنید بیارید توی دیتاورس، یا حالا از طریق API هایی که دیتاورس میده دیتا رو اینزرت بکنید تو دیتاورس و دیتاورس رو وصلش بکنید به اپتون و ازش استفاده. مثلا ما یه پروژه‌ای داشتیم، کلاینت رو آن پرم یه ERP داشت که ما دیتا رو یعنی بهش API دادیم، API دیتاورسی دادیم اینجا. حالا برای اینکه بازم یه خورده فنی تر صحبت کنیم، توی تیبل ها فرض کنید من یه تیبلی دارم، مثلا تیبل اکانت هم هست. اینجا تو قسمت تولز اگه بیاید میتونید API لینک این تیبل رو بگیرید ها. اینو اگه بگیرید این میشه API لینک روی تیبل من. حالا چرا نیومد؟ جنریتش نکرد. این انتیتی دیفینیشنشه، اینم باید دیتا رو بهم بده. این یه مقداری شبیه اون قضیه کاستوم API است که روی اون یونیفاید اینترفیس الان داره میده دیگه، درست میگم همونه؟ بله. و شما از این میتونید استفاده بکنید. اینو اگر میخواین دیتا رو ریتریو کنید باید اینو API رو بدید. خب این مثلا چیز تننت D365 منه اینجا، تا اینجاش که برای همه ثابته. از اینجا میاد دیگه اون توابعی که برای کال کردن دیتا هستش رو اینجا میاره. بعد اینو میتونید در اختیار اون ترد پارتی قرار بدید. اون ترد پارتی میتونه این رو کال بکنه API رو و اینزرت کنه دیتا رو توی دیتاورس. اینم یه روش دیگه است که ما پروژه مشابهش رو داشتیم و کلاینت تسکاشو اینزرت میکرد تو این تیبل دیتاورس. من از تو تیبل دیتاورسش ور میداشتم، تسکو میبردم تو اپ میدادم، یه سری آدم دیگه رو اون تسکا کار میکردن، دیگه نمیرفتن از اون ERP استفاده بکنن. یه جورایی میخواستن مدرنایزش بکنن این قضیه رو. حالا این API ها اینجا زیاده دیگه که مثلا Dynamics 365 مثلا insert API او API. بعد مثلا اینجا شما این REST API ها رو اینجا دارید. اینجا نیست، توی فکر کنم اینجا بود. آره اینجا میتونید مثلا API ها رو بگید چوری اصلا یوز بکنید. CE دیگه. بله اصلا CE داینامیک. ببینید این دیتاورس رو برای چی آورد؟ برای همین اینتگریشن آورد دیگه. حالا ما یه چیزی داریم به اسم CDM Common Data Model Dataverse. خب VS versus Dataverse، بذارید اینم ببینید. این Common Data Model اصلا این آرکیتکتش رو که نگاه میکنید، این کلا همون تیبل های CE هستش، تیبل هایی هستن که توی CE وجود میاد. بذارید اینجا دانلودش بکنم. اینجا زوم نشد، زوم شد. ببینید این تیبل های کور داینامیکس 365 اکانت، اکتیویتی، کانترکت، ایمیل، گول، لتر، نوت، نمیدونم. بعد این مال سیلزشه، این مال فایننس، این سپلای چین، این مال کامرس. اینا همه این تیبل های هستن. بعد اینا همهشون رو همون دیتاورس هستن دیگه و خب شما راحت میتونید توی اپاتون بهش دسترسی داشته باشید. بپرسید سوال دیگه امکانش هست در مورد پابلیشر. آره پابلیشر هم الان با هم میریم میبینیم.
بفرمایید خانم نیکومند، شما تایم زیادی دستتون ریز شده، بفرمایید سوالتون رو. ممنون. سلام بر همگی. سلام. من با توجه به اون چیزی که در مورد اون اکانت دیولپری ساختن بود، من خودم اکانت پریمیوم مایکروسافت رو دارم، حالا برای اون دی 365 آفیس، ولی قبول نمیکنه. حتی میخواستم لاگین کنم برای کوپایلت استودیو، اونو قبول نمیکنه و مدام از من یا ارگانیزیشن میخواد یا سکول. حتی برای پاور بی آی وقتی که میخواستم مثلا در حال خوندن بودم و حتی برای اون محیط سند باکسی که میداد، حالا اون یه قسمت سند باکس رو بدون با همون اکانت عادی میده، ولی اصلا چیز فقط میگه یا ارگانیزیشن یا اسکول. تا زمانی که خب من مشغول به کار بودم از اون اکانت ارگانیزیشن هم استفاده میکردم، ولی الان اکانت منو با وجود اینکه پریمیومم هست قبول نمیکنه، حتی برای کوپایلت استودیو. من این نمیدونم، اگر که مثلا با خود مایکروسافت تماس بگیریم بتونیم یه چیزی پرداخت کنیم. کدوم کانتری هستید؟ من کانادا هستم، تورنتو هم. تورنتو هستید؟ نباید اینجوری باشه خیلی به نظر، مگر اینکه تازگی ها این رستریکشن رو گذاشته باشه، چون خیلی راحت میشد این کار انجام داد و میتونستین اینو انجام. حالا اگر آخر جلسه فرصت شد شما اسکرینتون رو آماده بکنید که بعد شما اسکرینتون رو شیر بکنید که من ببینم مشکل کجاست، چیکار میتونیم بکنیم، شاید بتونیم حلش بکنیم. ولی آره، ولی شما حالا اگر تو همین فرصتم نبود بعدتر، حالا من از شما از طریق ایمیل میپرسم از شما، حالا وقت بقیه بچه‌ها رو نخواهیم بگیم. ممنون هستم. آره خواهش میکنم. خب بیاین خانم نسرین، بیاین سوال دارید؟ من میخواستم در جواب این خانمی که الان سوال کردن، فکر میکنم کوپیلوت یک لیسنس جداگونه داره، یعنی اینکه نیست روی آفیس. کوپایلت کلن که یه لایسنس جدا داره، یعنی آره. شما کوپایلت فور M365، یعنی اگر بخواید از کوپایلت تو M365 استفاده بکنید باید $30 پر مانث باید پول بدید و لایسنس رو بگیرید. اون یه موضوع دیگه. این چیزی که اینجا توی این میده، من دارم اونو، ببخشید من الان اون کوپایلتی که خودم اپلیکیشن اونو دارم و اون $20 در ماه هم یه حالت کوپایلتیه که میاد اپ امبدد میشه توی ورد، توی آفیس، ولی آره، ولی این به اون ربط نداره. من از کوپایلت استودیو مثل ویژوال استودیو، توی اون شما میتونید کوپایلت های مختلف، چت بات های مختلف بسازید و در نهایت آخر سر مثلا توی یکی از این ورکشاپ ها که شرکت کردم به من 24 ساعت یه دونه کردنشیال دادن که تونستم بسازم. یا برای پاور بی آی هم از من قبول نکرد تا این، البته مربوط به پارسال میشه، درست پارسال 2023 بود که من باشون کانتکت داشتم، گفتن باید ماهی $10 بدی ولی باز بهت به اندازه 1 ماه بیشتر ما اجازه نمیدیم مگر اینکه اکانت شرکت داشته باشی یا اسکول. اوکی. ببینید بله، روی کوپایلت اگه کوپایلت فور M365 رو بگیرید که توی کل سولوشن های M365 و ورد و آفیس سویت ها و اینها بهتون امکانه اینو میده که از امکانات کوپایلت استفاده کنید. ولی توی پاور اپس اگر اینجا رو ببینید، من الان اینجا تو این تننت هم که لایسنس کوپایلت ندارم، ولی به صورت بیلتین کوپایلت رو گذاشته که من بتونم از امکانات کوپایلت برای توسعه اپ استفاده بکنم. یا اینجا تو این صفحه اول اینی که میبینید داره از من میپرسه چی میخوای برات بیلد کنم، اینم بازم کوپایلته. اینا به صورت پیشفرض وجود داره اینجا و ربطی به اون M365 کوپایلتی که لایسنس میخواد نداره. این باید توی تننتی که شما برای دیو میگیرید اتوماتیک بیاد. حالا اونو با هم بررسیش میکنیم. خب ادامه بدیم اگه سوالی نیستش. البته یکی از دوستان اون ابتدای سوالی پرسید، آقای مهدی بود، نمیدونم هستن یا رفتن. مثل اینکه رفتن. میخواستن تفاوت پاور اپ و پاور بی آی رو بدونن که اوکی، حالا بعدا میگیم. آیا خروجی پاور اپ در محیط لینوکسی؟ نه، خب این قابل اجرا نیستش خروجیش. خب مثلا تو کانتینر و کوبرنیتس نمیشه دیگه استفادهش کردش، مگر اینکه به صورت آی فریمی چیزی ببرید که بازم اونم مثلا یه کار
فعلا نشدنی هستش اینجا. خب بذارید ادامه بدیم که 2-3 تا بحث خوب داریم. یکم بحث انوایرمنت هاست، یکم بحث پابلیشر و سولوشن هاست که بتونیم جمع‌بندی بکنیم امروز. خب اینجا پس منیج و آن رو با هم دیدیم. خب اینجا داره راجع به تیم میگه، راجع به پایپلاین میگه، استیجاشو میگه. اینا رو خودتون بعداً سر فرصت بشینید گوش بدید. نیم ساعت ویدیو به نظر من خیلی چیزای خوبی یاد میده و خیلی هم به نظر من ارزش داره. حالا این بذارید من بیام عقب ببینم این کجا رفتش توی just to show the fact this is a full-blown app. It's a mixed reality app, and I'm a big aficionado of the Smithsonian in particular. So we're going to see some artifacts we can play around with and see how that all functions in this context. And then we'll look how this app works. You can see I've got a couple of SharePoint, all right, and I can so. حالا اینجا پایپلاین اژور دیوآپسش هست. اینجا برای این ALM شون اومدن از اژور دیوآپس استفاده کردن. این هم یه اپروچه، ولی خب همونجوری که دوستمون گفتن محدودیت لایسنس داریم و یه مقدارم پروفشنال و واقعا نیاز داره که یه دیوآپس انجینیر وایسه پای این قضیه که بتونه اینو انجام بده و بتونه این پایپلاین دیپلویمنت رو ستاپ بکنه. من سریع میرم جلو که ببینم دیگه اینجا حالا اژور پایپلاین رو داره میگه، گیت هاب و پاور پلتفرم رو میگه که چجوری از گیت هاب استفاده بکنیم. اینجا میاد همین بحث پایپلاین توی چیز رو مقایسه میکنه، پایپلاین مال خود پاور پلتفرم بیلتینش هستش که میگه اینجا ستاپ میشه، بعد میگه حالا اتومات دیپلویمنت انجام میشه، بعد میگه از طریق CLI هم میشه حتی روش کامند ران کردش. بعد حالا من الان بهتون نشون میدم این پایپلاین پاور اپس هستش که کجا خودش رو نشون میده. اینجا وقتی که من یه سولوشنی رو اینجا میسازم، اولا اینکه سولوشنی که شما کرییت میکنید اینجا میایم بهش یه اسمی بهش میدید، یه نیمی براش تدارک میبینید و اینجا پابلیشر باید براش انتخاب بکنید. پابلیشر معمولا میشه اسم ارگانیزیشنی که هستش. مثلا اگه کنتوسو، اگه نمیدونم مثلا مایکروسافت، اون کمپانی خودتون رو به عنوان پابلیشر اینجا میتونید تعریف بکنید. حالا من اگه چون مثلا اکانتم شخصیه میتونم اسم شخصی رو براش انتخاب بکنم و اگر این اپ رو شما بیلدش بکنید، این سولوشن رو، و توی دیپلویمنت پروسس ازش استفاده بکنید، در نهایت اسم شما به عنوان پابلیشر همراهش میره. یعنی اگه توی تننت دیگه هم بره، هر جایی بره، این الا ماشاءالله برای خودش این رو با خودش حمل میکنه. و وقتی که پابلیشر رو میخواین یا اون منتشر کننده این سولوشن رو تعریف بکنید، اینجا میایین براش سری پریفیکس تعریف میکنید برای اون پابلیشرتون و اینجا میایین براش پریفیکس میذارید. مثلا اینجا حالا بذارید مثلا ببینیم یه پریفیکسی به فرض مثلا لوئیز اند رابین، مثلا یه پابلیشریه که مثلا اومده LR رو به عنوان مخفف اسمشون به عنوان پریفیکس اینجا انتخاب کردن و آبجکت ها، کل آبجکت ها با این پریفیکس اینجا تعریف میشه. حالا اینجا میتونید کانتکت رو بذارید. ببینید یعنی این سولوشن رو من ساختم، من آدرسم اینه، ایمیلم اینه، مشخصاتم اینه، اگر خواستید با من کانتکت داشته باشید. و این سولوشن هم میتونه تو ارگانیزیشن شما، سازمان شما استفاده بشه، هم میتونه بره برای بیرون توی مثلا گیت هاب و مثل همین پروژه PCF گالری که بهتون نشون دادم، اونا همه پابلیشر دارن دیگه. و یه زمانی میخوای با خود اون کسی که سولوشن رو توسعه داده در تماس باشی، خب خوبه اطلاعاتشو اینجا بذاره و در نهایت بتونید باهاش یه ارتباطی اونجا بگیرید. و این به عنوان پابلیشر و اطلاعاتی که برای سولوشن هست تعریف میشه. سولوشن ها با ورژن اولیه 1 شروع میشن، میتونید حالا ورژنتون رو تغییر بدید حالا با هر پترنی که بخواید. میتونید کانفیگوریشن پیج، البته اینجا تعریف نشده، میشه کانفیگوریشن پیج براش تعریف کرد. و اگه نگاه بکنید اینجا پکیجش به صورت
آن منیج هستش. حالا یه سری از سولوشن هایی که شما اینجا ایمپورت میکنید اینا ببینید اینجا میتونید فیلتر کنید که روی منیج سولوشن ها. یعنی من این سولوشنی که مثلا مثل PCF JS فانکشن هست که از یه جای دیگه آوردم و ایمپورتش کردم توی لیست سولوشنام، این الان پابلیشرش این شخصه و این سولوشن به صورت منیجه. یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم این سولوشن رو تغییری روش بدم و کاری روش انجام بدم و به صورت منیج تعریف شده و همینجور فقط افراد مختلف میتونن استفاده. یا مثلا کودوسی که خود مایکروسافت نوشته، تیم پاور پلتفرم نوشته همینطور، و حالا اینجا پاور کت هستش که CAT مال تیم مایکروسافت هستش. پس اینجا منیج و آن منیج اینجا مشخص میشه و وقتی که سولوشنتون رو کرییت میکنید به صورت پیشفرض تایپش به صورت آن منیج هستش. ولی وقتی که اکسپورت ازش میگیرید اونجا میتونید تعریف بکنید که این سولوشن من میخوام اکسپورتش بکنم. مثلا فرض کنید من الان این سولوشن رو دارم، اینجا که میخوام اکسپورت بگیرم، حالا میگه از پایپلاین میخوای استفاده بکنی، میخوای پابلیشش بکنی. نکست رو که میزنم، این سوالی که از دوستان بودش که من منیج میخوام، میگه ببین اینها your solution is dependent on the following managed solution. میگه به دو تا managed solution dependent داره. Import will fail if this managed solution does not exist in the target environment. بعد اینجا از من میپرسه، میگه میخوای اینو منیج بفرستی بره یا آن منیجش کنی. اگه من اینو میخوام سولوشن رو ببرمش توی یه تننت دیگه، توی یه انوایرمنت دیگه ازش استفاده بکنم، آن منیجش میکنم که میخوام ادامهش بدم. اگر نه دیگه کارش تمومه، میخوام پابلیشش کنم روی اینترنت یا مثلا در اختیار تیمای دیگه بذارم که ازش استفاده بکنن، این رو به صورت منیج اینجا اکسپورتش میکنم و میشه به عنوان یه منیج سولوشن. حالا این تا اینجا روی سولوشن ها و منیج سوالی هست؟ اوکی. نکته بعد روی پاور اپس، شما اگر اپی رو اینجا توسعه میدید مثلا روی سرویس دسک، میتونید اکسپورت پکیج بگیرید ببرید. ولی الان دیگه کم کم مایکروسافت اومده مثلا به خصوص روی فلوها دیگه شما چیزی به اسم اکسپورت ندارید، میگه ببر بریز تو سولوشن. پس ما یه چیزی رو که یاد میگیریم امروز اینه که دوستان اگر خواستید هر دیولپمنتی انجام بدید روی اپس، روی فلو، روی پاور بی آی، هر کاری میخواین انجام بدید، حتما سولوشن بسازید، تمام متعلقات رو توی اون سولوشن ایجاد بکنید. مثلا من یه انیز سولوشن دارم اینجا، میام اینجا اول سولوشن رو میسازم، بعد میام میگم حالا برام یه دونه اپ کنواس بساز، حالا برام یه پاور اتومات فلو بساز، برام همشو بریز داخل این سولوشن پکیجمو بساز، تیبلامو میخوام بسازم همینجا میسازم، میاد اینجا لیست میشه. اگرم سولوشن رو قبلا اپ رو ساختم، سولوشن رو الان میخوام بسازم، رفتم با آقای آقاجانی جلسه داشتم، گفته آقا همه چیز سولوشن. خب من اپ رو قبلا ساختم، چیکارش میکنم؟ هیچی، میام یه دونه نیو سولوشن میکنم مثل این، میام میگم اگزیستینگ آیتمامو بیا اد کنین تو، میگم یه کنواس اپی دارم به اسم AI Education، اینو ببر تو این ادش کن، میار میندازتش تو اون. یعنی میرم تمام آبجکت ها، کامپوننت ها، جای مختلف توی تننت هم دارم و ور میدارم، همه رو میام میریزم تو این سولوشنه. از این به بعد دیگه با این سولوشنه کار میکنم. هر وقتم کارم روی سولوشنم تموم شد میخوام اکسپورت بگیرمش، یه پابلیش میزنم، میگم همه تغییرات منو پابلیش کن، بعد میام ازش اکسپورت میگیرم میبرمش. این تا اینجا. حالا سولوشن رو ساختم، من آدم دیولپرم، سیتیزن دیولپرم یا پروفشنال دیولپرم، میخوام از پایپلاین پاور پلتفرم استفاده بکنم. رفتم پایپلاین رو کانفیگور کردم و ستینگز آپش کردم اونور. خب شما چجوری این کار رو انجام میدید؟ میگید پاور پلتفرم، پایپلاین، دپلویمنت یا حالا خود پایپلاین. اینجا میاین یاد میگیرید چجوری ستاپ میکنید پایپلاینتون رو. شروع میکنید اصلا پایپلاین چیه، یه پایپلاین میخوام بسازم اینجا، و حتی ویدیوهای خوبی هم هست توی یوتیوب که بهتون یاد میده چجوری پایپلایناتون رو و این دپلویمنت استیجاتون رو اینجا بتونید بسازید. بعد که این کار رو کردید بهتون اینجا یه پایپلاین میده. الان من توی این تننت، توی انوایرمنت دیفالت هم هستم، پایپلاینی ندارم، میرم تو انوایرمنت دوم. پس یاد گرفتیم هر انوایرمنتی یه پایپلاین میتونه برای خودش داشته باشه. میام اینجا مثلا
مثلا این بیزینس برم سولوشنمو بیارم، مثلا این سولوشن UPP رو دارم، میگم که این رو برای من، بذارید اول بازش بکنم، میگه این سولوشن شما داخلش چی داره؟ یه دونه فلو دارم، یه دونه environment variable دارم و یه دونه connection reference دارم. یادم باشه environment variable هم بهتون بگم، خیلی نکته مهمیه. پایپلاین رو که بذارم، من قبلا یه پایپلاین ساختم براش. خب این استیج های من هستش، این دومه، این تستمه، اینم پروداکشنمه. کارم روی دیولپ انجام شده، ورژنم اینه، میخوام دیپلویش کنم روی تست، میفرستمش رو تست. تست چیه؟ US تست انوایرمنت منه. نفر تست من میره انوایرمنت تست رو باز میکنه، اونجا میشینه کار تستش رو انجام میده. اون اگر تموم کردش میاد اینجا میگه حالا دیپلویش کن توی پروداکشن، میبرتش میذارتش توی پروداکشن. حالا من اگه بخوام دیپلوی، میتونم اینجا ران هیستوری بگیرم که به من میگه که قبلا ببین تو این دیپلویمنت ها رو انجام دادی و هیستوری به من نشون میده. میتونم اینجا دیپلوی هیر رو بزنم و میتونم بهش بگم همین الان یا روی تایم دیگه اسکیجولش میکنم و این دیپلویمنت رو انجام بدم. ببخشید اینجا یه ذره نویز زیاده، من یه کوچیک چند ثانیه اجازه بدید. اوکی ببخشید. خب اینجا میخواد دیپلویمنت رو انجام بده، من باید بیام اینجا دیپلویمنت رو بهش بگم. میگه این یه URLیه که تو environment variable تعریفش کردی، این رو به من بگو اگر تغییر کرده. توی اونجا این بوده، الان توی اینجا میتونی عوضش کنی، آدرس رو بگی مثلا به جای سایت دوت شده سایت مثلا تستت، سایت شیرپوینتیت هم عوض شده به نسبتش. میتونم اینجا بیام مثلا اینو تغییرش بدم و در نهایت این کارا رو که انجام میدید و نکست و در نهایت این با ورژن بعدی، ورژن 4 به عنوان یه مینر ورژن دیپلوی میشه توی این پایپلاین، توی این استیج تست و میاد اینجا قرار میگیره. این هم برای بحث دیپلویمنت که حالا اینم بعداً برید نگاه بکنید حتما. How is it possible to extract deploy history as a report؟ کجا این کار رو انجام میدادیم؟ بذارید من ببینم. یه جایی این چیزه بود. بذارید من ببینم تو منیج پایپلاین بود اگه خاطرم نباشه. من یه جایی یادم هستش که یه اکسپورت اینجا میتونستید اکسپورت تو اکسل بگیرید این رو. نمیدونم توی منیج پایپلاینه. بذارید من ببینم اینجا میتونم پسوردمو بیارم. ولی یه جای دیده بودمش این قضیه رو. فکر میکنم توی منیج پایپلاین پیج، تو صفحه خود منیج پایپلاین باید باشه که اینجا بهتون نشون میده، ولی اونجا میتونید اکسپورت بگیرید و فکر کنم یه اکسپورت CSV میداد یا اکسل میداد، میتونید اونجا این رو بگیرید. نکته بعد که مهمه، خب خیلی هم فرصتی نداریم، تقریبا داریم به آخرای جلسه میرسیم. دو تا نکته رو بهتون بگم. یکی بحث environment variable هاست توی اپایی که توسعه میدید. توی اپایی که توسعه میدید این اتفاق میفته که الان خیلی داره اتفاق میفته. اوایل خیلی میک سنس نمیکرد، الان کاملا مشهوده. شما اپ رو میسازید، تو اپتون رفتید یه دونه مثلا کانکشن زدید به یه سایت شیرپوینتی به فرض، یا یه API یه سایتی مثلا توی یه جایی. بعد این URL رو اومدید چیکار کردید؟ این URL رو اومدید هارد کدش کردید توی اپتون. خب وقتی که این اپ رو میبرید توی فضای جدید، اون URL رو باید برید اپ رو باز کنید، اون URL رو که هارد کد شده رو دوباره اصلاحش بکنید. مایکروسافت اومد چیکار کرد؟ اومد یه چیزی داد به اسم environment variable. گفت آقا شما وقتی که داری اپ تو توسعه میدی یا پاور اتومات فلو تو میسازی و اینا، میتونی بیا environment variable create بکنی و
یه سری وریبل هایی که خیلی ازشون استفاده میکنی تو اپ رو اونجا بیایید خارج از اپ تعریف بکنی و اگر اپ تو یا فلوتو بردی جای دیگه ای اون رو یه بار تعریف میکنی دیگه تو خود اپ لازم نیستش که ازش استفاده کنی، رفرنس بهش میدی. توی اپتون میگی environment variable، مثلا این environment variable ولیوشو صدا بزن، ولیوشو میخونی دیگه. شما لازم نیستش که برید اپتون رو باز کنید هارد کد این کار رو انجام بدید. حالا این خیلی نکته مهمیه وقتی که میخواین توی پروژه های مختلف اپ ها رو جابجا بکنید. اگر کارفرماتون این کار رو نکرده باشه یعنی دیگه داستان دارید اونجا. مثلا من الان اینجا یه دونه فلو دارم، این فلو رو بذارید با هم ببینیمش. حالا این پاور اتومات ولی فرقی نمیکنه، توی پاور اپس هم این هستش. این فلو من ادیتش بکنم. اینجا من اومدم یه دیتی رو اینجا میگیرم، یه گراف API رو اینجا دارم کال میکنم. یه جایی فکر میکنم اینجاست که میخوام یه کوئری بزنم. آها، میگم برو یه کوئری بزن از یه لیست یه سایت شیرپوینتی. من اینجا سایت ادرس رو دیگه نیومدم اینجا هارد کد کنم، گفتم ببین برو یه environment variableی دارم به اسم message center site URL. وقتی که من میام اینجا میگه میتونی از environment variableات استفاده بکنی. اونو کجا ساختم؟ اونو اومدم اینجا توی سولوشنم ساختمش. یعنی اومدم اینجا توی سولوشن UPP یه دونه environment variable میتونید خودتونم اینجا بسازید. میایین اینجا میگید more، یه environment variable میسازم، مثلا میگم اسمشو بذار site URL به فرض. بعد اینجا میگه که دیتا تایپش چیه، میگم مثلا تکست، دیتا سورس، سیکرت. مثلا سیکرت کجا به درد میخوره؟ شما مثلا میخوای یه پسوردی و یه چیزی رو توی اپ ازش استفاده، یا مثلا توی اپ رجیستریشن ها میایین اونجا اپ رجیستریشن رو که انجام میدید تو مایکروسافت گراف میخوایم برید از اطلاعات اون استفاده بکنید. مثلا من اینو اینجا انجام ندادم، اینم مثلا میتونست اتفاق بیفته و این اوورراید میکنه. اگه دیفالت رو بذارید دیگه کفایت میکنه. میگم مثلا https نمیدونم مثلا blah فلان. این رو اینجا تعریف میکنم و سیو میکنم. این به عنوان یه environment variable میاد اینجا. وقتی که فلومو باز میکنم اینو میره لود میکنه، میگه این environment variableته، تموم شد رفت. و من دیگه همیشه از این استفاده میکنم. حالا این اپو ببرم جای دیگه ای، توی اپم بخوام 10 بار از این URL استفاده بکنم دیگه URL نمیزنم، فقط کافیه variable environment variable رو صدا بزنم. اگرم یه زمانی خواستم تغییرش بدم میام اینجا میگم این ولیوشو از این تغییر بده به این. تو کل تمام environment من هر جایی از این رفرنس گرفته باشه همشون اتوماتیک آپدیت میشن به این URL جدید. اینم یه best practice دیگه. سوال؟ کجا میتونیم استفاده کنیم اینو؟ توی فلوها، توی اپ. الان اینجا توی اپ، توی فلو، من به جای سایت ادرس، به جای اینکه بیام اینجا پیکاپ کنم بگم مثلا برو سایت منو مثلا به صورت هارد کد بگم این سایته، دیگه این کارو نمیکنم، چون ممکنه اینو ببرمش یه انوایرمنت دیگه ای، بعد سایت اسمش عوض شه، مثلا تننتش عوض میشه، تننت کلاینت مثلا میشه چه میدونم microsoft.sharepoint.com. بعد من اونجا نمیتونم برم فلومو باز کنم مثلا کل فلو رو دونه دونه بچرخم ببینم کجا اینو هارد کد کردم عوضش کنم. خب این کارو نمیکنم دیگه. میام اینو به جای اینکه این کارو بکنم میگم کاستم ولیو بذار، برو از environment variable message center site URLی که اینجا تعریف کردم message center site URL، اینو صدا میزنمش، اینو میاد اینجا میذاره. دیگه هر جایی از این اکشن get items داشتم یا حالا هر اکشنی که بخوام اون URL رو استفاده بکنم به جاش environment variable میذارم. تمام. یه سوالی دیگه که من داشتم قبل از اینکه ما کلا اپمون رو درست کنیم، خب برای اینکه مثلا حالا به مشتری نشون بدیم یه آرشیتکتور پلن باید درست کنیم. اینو چجوری شما درست میکنید؟ ببینید من معمولا چون سولوشن آرکیتکتم میام چیکار میکنم، میام یه نمیدونم حالا منظور تو خود اپ اگه
ایتسلف باشه که باید بیاین براش پروتوتایپ بزنید، پروتوتایپ رو بسازید، بعد ببرید به مشتری نشون بدید، بگید مثلا از این یوزر اینترفیس و اینا خوشت میاد، مثلا من اینجوری برات دیولپ کنم، میگه اوکی آره یا نه. این یه حالته. حالا میتونید اونجا از فیگما استفاده بکنید، میتونید از این تولزهای مختلفی که باهاش پروتوتایپینگ میکنن، وایر فریم و اینا میسازن استفاده بکنید. یه زمانی هست نه، مشتری میاد میگه آقا تو برای من اومدی یه سولوشن پروواید داری میکنی، به من میخوای بگی که مثلا این اپی که برای من میسازی اینجا با دیتاورس ارتباط داره، اینجا با اژور، اینجا میخوای اژور فانکشن بزنی، اینجا گراف ای پی آی کال میکنی، اینجا فلانه. این ارتباطات رو به من نشون بده، من گیجم نمیدونم این ارتباطات این اپ در نهایت چه جوریه. اینجا شما میتونید بیاین از ابزاری مثل draw.io که ابزار فری هستش استفاده بکنید. draw.io که نسخه دسکتاپ هم داره. اینو بازش میکنید، میگی میخوام یه دونه بسازم، مثلا میای اینجا آرکیتکتتون رو اینجا دیزاین میکنید. من از میرو هم استفاده میکنم. میرو هم ابزار بعدی، البته میرو رو من بیشتر برای چیز استفاده میکنم، مثلا برای تیبل دیزاین، ERD دیتا مدل میخوام بسازم، یا مثلا میخوام یه چیزی داکیومنت کنم، یا برای برین استورمینگ، یا مثل چیز کار میکنه، مثل این چیه، مایند مپ دیگه. یه ابزاری داشتیم مثل مایند جت، مایند مپ بود، یا هم چیزی بود. این هم ابزار خوب، ولی این فریش یه لیمیتیشن داره، فکر کنم تا 2-3 تا تمپلیت نمیتونید بیشتر استفاده کنید، ولی این کلا فریه. مثلا من میخوام یه اژور آرکیتکچر بسازم، میام اینجا میگم خب مثلا من اژور مثلا دیتا بریکس دارم اینجا توی سولوشنم، برای مشتری میخوام اینا رو بسازم دیگه. خب لوگوی دیتا بریکس رو میذارم اینجا، بعد میگم خب مثلا حالا اینجا برای چیز اینا فکر نمی کنم داشته باشه، میتونید عکسش رو بیارید بندازید. مثلا میگم برای پاور پلتفرم، برای میتونید مثلا آیکون پاور اپس رو بگیرید، مثلا درگ کنید دراپ کنید اینجا. بعد میگم خب مثلا دیتا ورس هم فکر کنم دیتا ورس هم داره. بله باید داشت. دیتا ورس نداری؟ دیتاورس رو نداره. حالا میتونید اونم آبجکت جویی، مثلا میگم این دیتاورس منه، مثلا دیتا بریکس میاد میریزه تو این، بعد این مثلا دیتاورس من خوراک میده به مثلا به پاور بی آی من، بعد نمیدونم اینجا مثلا یه یوزر میذارم، مثلا این یوزر منه به فرض، این یوزر اینتراکشن داره، بعد اینجا مثلا آیدنتیتی پروواید. چی؟ اینو من میشناسم. مرسی. آره این ابزاریه که باید ازش استفاده میکنیم دیگه. معمولا فری هم هستش و خیلی هم خوب میشه. بیرو هم ابزار خوبیه، اونم میشه باهاش یه سری کارا این شکلیه، ولی من برای آرکیتکت بیشتر از همین استفاده میکنم. چون من یه اپ تایلون داریم توی شرکتمون که بچهای مثلا که متخصص این کارن، اپلیکیشن کار میکنن. من دیدم پلن آرکیتکت هایی که ارائه میدم به مشتریا، برای همون میخواستم بدونم این چیه که استفاده کنم. معمولا از همینه، ماها مثلا معمولا از همین راه استفاده میکنیم، مگر اینکه مثلا لایسنس بیس باشه. من یادم شرکت قبلی اون یه ابزاری بود، اسمش یادم نمیاد، مثلا اون لایسنس گرفته بودم براش، مثلا از اون استفاده میکردیم. یه ابزار دیگه مثلا پارادایم هست، اینا مثلا ابزارهای سولوشن دیزاین هستن، مثلا من قدیما باشون کار کردم، مثلا با پارادایم و که باشون میشه سولوشن دیزاین کرد. ولی خب دیگه بحث لایسنس که میشه، شما سعی میکنید اون چیزی که فری هست برای کار شخصی یا مثلا حتی برای کلاینت استفاده بکنید، من اینکه دیگه سازمان خودش لایسنس بده. تا اینجا اگه سوالی هست بفرمایید. سوالی؟ کسی میخواد؟ من میکروفون شما رو هم بذارید باز بکنم. مهدی اگر شما هم سوالی دارید بپرسید. این کلیت موضوع هست. ببینید پس ما یاد گرفتیم که باید رو انوایرمنت ها هم، حالا انوایرمنت ها هم یه سوالی پرسید در مورد انوایرمنت های مختلف. ببینید خب تایپ های مختلف داریم دیگه. وقتی که شما میاین اینجا، بذارید من برم توی انوایرمنت دیفالتم، اینجا اگه بیام تو ادمین سنتر، خب الان مثلا environment groups هم معرفی کرد که مثلا میگه برای دپارتمان های مختلف شما میتونید مثلا من یه گروپ HR دارم، مثلا برای environment های تیم HR، بعد توی اون مثلا environment هامو اد میکنم،
بعد environment ها رو میخواین بسازید، اینجا میتونید بیاین ایجاد بکنید، اسم بهشون بدید. اگر manage environment وقتی که فیچرش رو فعال میکنید یه سری قابلیت های اکسترا اد میکنه به environment شما و فیچرهای خیلی جدیدی رو اد میکنه که میتونید ازش استفاده بکنید. برای پایپلاین ها شما باید manage environment رو فعال بکنید حتما و ازش استفاده بکنید، چون یه سری قابلیت های مثلا یه سری قابلیت ریپورت گیری داره، یه سری قابلیت های مختلف داره که حالا اینم میتونید گوگل بکنید بهتون میگه تو چه گروهی میخواد بره. اگه گروپ بیس ریژنش رو معرفی میکنید، اگه پایپلاین ستاپ میکنید حواستون باشه ریژناتون باید یک جا باشه، همه مثلا اگه یو اس ان همه باید یو اس، اگه همه کانادا باید همه کانادا باشن. تایپاش هم اینجا میتونید انتخاب بکنید. معمولا ما برای دیولپر برای دیو انوایرمنت دیولپر رو انتخاب میکنیم که آن منیج، برای تست سند باکس رو انتخاب میکنیم، برای پروداکشن هم پروداکشن رو انتخاب میکنیم. سند باکس این قابلیت رو داره که به پروداکشن کانورت بشه حتی، ولی دیو فکر نمی کنم به انوایرمنت های دیگه قابل کانورت باشه. اگر دیتاورس استفاده میکنید به صورت دیفالت توی دیولپر ما داریم، توی سند باکس و پروداکشن باید انتخاب بکنید که میخواین دیتاورس داشته باشید، چون اینا بحثای لایسنس و سابسکریپشن هستش، اینا رو باید مشخص بکنید. environment ها رو که ستاپ بکنید دیگه اینجا به بعد دیگه manage environment هست که دیگه شما باید بیاین environment ها رو روش کانفیگوریشن انجام بدید. بحث environment URL اگه manage هست که بله این هستش، چون پروداکشن من هستش برای پایپلاینم. بعد ریسورس ها هستش، یوزر ها هستش، سکیوریتی رول ها هستش که اینها رو باید بیاین کانفیگ کنید که اینا دیگه از اینجا به بعد یه مقدار تخصصی میشه. اگر بخواین آفلاین کپابیلیتی بگیرید باید بیا اینجا آفلاین پروفایل بسازید. یادتونم باشه اگه بخوایم اپای آفلاین بسازید باید حتما از دیتاورس استفاده بکنید به عنوان بک اندتون و دیتاورس باید ستاپ بشه، چون فقط دیتاورس آفلاین رو ساپورت میکنه. یعنی اگه من بیام اینجا تیبلم رو بیارم بخوام اپو بدم به کلاینت استفاده بکنه و بخواد آفلاین استفاده بکنه، من باید حتما این تیبلم اینجا تیک can be taken offline رو انتخاب کرده باشم و آفلاین کپابیلیتیز رو توی environment هم به عنوان موبایل کانفیگوریشن ستاپ کنم. بعد بیام توی ستینگ اپ هم یه جایی داره که اونجا هم باید یه ستینگی رو ست بکنم که به تو اپ هم بگم که اینجا مثلا فرض کنید من این سرویس دسک رو اگه بازش بکنم اینجا توی ستینگ من اینجا میتونم بگم که اپم میتونه تو آفلاین مودم کار بکنه. وقتی که آفلاین رو فعال بکنم این آیکون رو میذاره اینجا. موقعی که شما اپ رو توی موبایل بازش بکنید یا روی مثلا ویندوز اپ بازش بکنید روی تبلتی جایی، این دیسکانکت که بشه اینجا این آیکونای این عوض میشه حالت سینک در حالت آفلاین هم و اینجا پروفایل چیز رو به صورت اوتو جنریتد خودش میسازه. میتونید هم خودتون برید پروفایل بسازید و اینجا به صورت از تو این لیست انتخابش یه چند تا کانفیگوریشن اینجوری ده. من فکر کنم خیلی چیزا رو امروز صحبت کردم، خیلی بحث زیاده، تموم هم نمیشه ماشاءالله. الان من یه سری چیزا میدونم، شما هر کدومتون یه سری چیزای دیگه میدونید و خب گسترده هستش. امروز یه ذره می‌خواستیم راجع به کدا صحبت کنیم نرسیدیم، ولی خب این کانسپت هایی که بهتون گفتم چیزای ضروریه شما باید بدونید به عنوان دیولپر، به عنوان سولوشن آرکیتکت، به عنوان پاور پلتفرم، حتی کانسالتنت، اینا رو باید بلد باشید و مطلع باشید که هم به کلاینت انتقال بدید هم خودتون هم از نظر دانشی بالاخره اینا رو باید بلد باشید. اگر فرصت بشه شاید یه جلسه دیگه ببینم، چون دسامبر ماه شلوغیه، میخوریم به کریسمس، اگر و آخر سال باید پروژه ها رو جمع بکنیم. اگر رسیدیم برای دسامبر من یه سشن دیگه میذارم دیگه، این دفعه کامل بریم روی کد زدن و اینجور چیزا، مثلا یه خورده دیپ بشیم اگر دوست دارید. اگر نه میتونید الان یه دقیقه صحبت بکنیم ببینیم چی راجع به چی صحبت بکنیم دوست دارید که بعد بتونیم ما یه جلسه دیگه هم بتونیم بذاریم. میکروفونا بازه، اگر نکته‌ای دارید بیایم بالا و صحبت بکنیم راجع بهش.
چیز خاصی هست که تو ذهنتون هست میخواین بدونید یا فکر میکنید مثلا یه سشن دیگه ای بذاریم راجع به چی صحبت بکنیم؟ من دوست دارم این چیزو ادامه بدیم، با هم بیشتر یاد بگیریم. حتی اگه خودتون هم چیزی دارید بیارید شیر بکنید، صحبت بکنید. بفرمایید فاطمه. سلام، ممنونم از وقتی باش. که گذاشتید. یه سوال دارم، این که مثلا جلسه که امروز ضبط کردید، جلسه قبلی هم ضبط کردید، بله. توی سایت MS فارسی میتونم پیداش کنم یا توی یوتیوب MS فارسی اونجا میذاریمش. MS فارسی فکر کنم این باید باشه. یوتیوب نه، این نیست. یوتیوب MS آره مایکروسافت MS فارسی باید این باشه. آره اینها. آره اینجا میذاریمش توی ویدیوها. الان من آخرین سشنی که داشتم PL 900 رو اینجا گفتم. اگر خواستید میتونید PL 900 رو هم 5 تا سشن من اونجا صحبت کردم مفصل، میتونید اونم ببینید، ولی من میذارمش اینجا. بله. اونو 2 تا کامل ویدیو شرکت هست. کردم آقای آقاجانی. آخه خب اوکی، عالی. آره. بعد اینکه من قبلا دیولوپر کار کردم ایران، الان 2 سال جدا شده بودم به خاطر درس خوندن. اصلا کلا یکم از محیط فاصله گرفتم، از محیط دیولوپر. بعد الان شما مثلا چیزای مختلفی رو که گفتید، مثلا گفتیم کامپوننت ها رو از یه جا برمیداری، یکم توی ذهن من به هم ریخته هست این نحوه پیاده سازی یا مثلا همون پلن اولیه و اون قسمتی که اینو بهتون میگم. ببینید ببینید مثلا الان اولا اینکه خب ما خواستیم یه اوورویو کنیم راجع به یه سری چیزای مهم. من اول خب میخواستم یه سری سوالای شما رو پاسخ بدم که حالا خیلی‌ها رو سعی کردیم جواب بدیم. بعد من احساس کردم که اگه من بخوام دیپ بشم برم رو کد شاید خسته کننده بشه، ولی گفتم بیام یه سری دید بهتون بدم که خب مثلا این کامپوننت ها چیه، انوایرمنت ها چیه، ALMی که میگن چی. اگه شما برید تو جلسه مصاحبهتون بگید من ALM میدونم، خیلی اتفاق بزرگه. یعنی شما درک درستی از لایف سایکل پاور پلتفرم دارید. نشون میده که شما ببینید حتما این نیست که شما دیولپر قهاری باشید، که شما باید کپابیلیتیتون روی بحث این کاری که دارید انجام میدید گسترده باشه. بدونید تاپیک کارو که اگر تو جلسه ازتون سوال میکنن یا حتی پیش کلاینت، الان استخدام هستید دارید کار میکنید، کلاینت میخواد ازتون بدونه، بپرسه، یا مثلا شما رو به عنوان مشاور قبول داره دیگه. اینا رو باید بدونید. نمیتونیم خیلی دیپ بشیم. مثلا من بیام الان اینجا کامپوننت بنویسم، میتونم یه جلسه بذارم، اون جلسه‌ای که میخوایم دیولپمنت انجام بدیم من بیام اونجا مثلا کامپوننت ها رو یه PDF براتون بزنم، یه دونه مثلا بیام براتون کامپوننت خود پاور اپس رو انجام بدم. میتونم این کارو بکنم. مثلا اونم منظورم کلا کامپوننت نویسی نبود. منظورم این بود که خب مثلا یه مشتری هست که یه اپی میخواد و اینکه اون قسمت وایر فریم و پروتوتایپ و اینا که هیچی، ولی اون قسمتی که الان یه نفر از دوستان گفتن که مثلا سولوشن آرکیتکتش چجوری مثلا اصلا کلا باید تحلیل کنیم، مثلا این چیزا هم جزء کارهای بحثای ما میشه یا نمیشه؟ یا ببینید سولوشن دیزاین کار شما نیست به عنوان دیولپر. سولوشن دیزاین کار سولوشن آرکیتکته، چون اون باید بره به مشتری رو اصلا میخواد بفروشه دیگه، میخواد بهش میخواد بگه که من چجوری این نیاز تو رو توی پاور پلتفرم با استفاده از ابزارهای پاور پلتفرم برات کاور میکنم. بعد اون میاد سولوشن رو دیزاین میکنه و همه ارتباطات و همه چالش ها و همه موضوعات رو توش میبینه و این رو ارائه میده به کلاینت و در نهایت به این نتیجه میرسن که آیا باید رو پاور اپس انجام بشه یا نشه رو پاور پلتفرم. اون کار شما نیست. شما کاری که باید برای دیولپر انجام بدید اینه که بیاین تحلیل بکنید نیاز مشتری رو، براش تیبلاتون رو بسازید، تیبلاری که ساختید ریلیشن ها رو به ایجاد بکنید، اصلا توی شیرپوینت بسازید یا توی دیتاورس بسازید. ها آره خب اینا هم هست. آره اگه تو شیرپوینت میسازم چه محدودیتایی داره، اگه تو دیتاورس میسازم چه محدودیتایی دارم و چرا این چرا اون. بعد که این کارو کردم
حالا باید بیام تیبلامو بسازم، اگه تو شیرپوینت برم لیستاشو بسازم، اگه تو دیتاورس بیام تو دیتاورس تیبلا رو بسازم، فیلدا رو بسازم، فیلدا دیتا تایپ های مختلفی داره، اینا رو بسازم، ریلیشناشون رو برقرار بکنم، بعد بیام اپمو اینجا کرییت بکنم، اسکرینامو بزنم، بعد اسکرینامو که ساختم اسکرینام لیوت داره، لیوتاشو چجوری بزنم، اپم میخواد آفلاین کار بکنه یا نه، اگه آفلاین باید با اپروچ آفلاین برم، اگه نه باید با به صورت آنلاین برم، فلوی پشتش میخواد بیاد، فلو رو باید برم تحلیلش رو در بیارم. مشتری تو مثلا گفتی من میخوام یه درخواست مثلا وام میخوام انجام بدم برات، مثلا یه فاند ریزینگ، یه نمیدونم یه مثلا لونه، یه چیزی هستش ها، بعد اون فلوی پشتش چجوری، اپرووالاش چجوری باید تاییداتش انجام بشه. میبینید خب این چیزایی که شما باید به عنوان دیولپر این ارتباطات رو داشته باشید، نه به عنوان دیزاین سولوشن، به عنوان ارتباطات اپتون با فلوتون با موضوعات این شکلی. بله حالا ممنونم. اینو اگه بخوایم بعد کیس با کیس هم فرق میکنه، مثلا یه پروژه داریم یه جور دیگه دیزاین میشه سولوشن، یه پروژه میشه یه جور دیگه دیزاین میشه. اگه بخوایم اینا رو ببینیم خب میتونیم بیایم مثلا یه سناریو بذاریم، مثلا من بشم یه سناریو فکر کنم، مثلا جلسه بعد بشینیم مثلا من یه اپ براتون بزنم اینجا، بعد ارتباطاتشو مثلا دیتابیسشو طراحی بکنیم، میتونیم این کارو انجام بدیم، مثلا یه ورکشاپ 1 ساعته 2 ساعته بذاریم شروع کنیم بعد با هم اپ بزنیم، این کارم میشه کرد. اینم یه اپروچه، ولی خب خیلی نمیشه دیتیل رفت چون کار میبره، نمیتونیم یه اپو مثلا تو 1 ساعت جمعش کنیم که اپ حداقل شما بخوای من بخوام بشینم یه ارتباطاتش رو بنویسم فقط مثلا 1 ساعت بعد بشینم ارتباطات فیلدا رو تدارک ببینم، کار این شکلی داره. اوکی نفر باشه بعد ممنونم، حالا ممنون میشم اگر حالا فالو بکنید ورکشاپ ببینیم بذارید. چی کار میکنیم. آره فالو بکنید حتما لینکدین منو و ام اس فارسی رو و ببینیم که اگه بتونیم ایونتی بذاریم این کار رو انجام میدیم. ممنونم. خب بریم خانم نسرین و آقای مهدی. آرش جان، من سوالم در این مورده که زمانی که میخوایم پلتفرمی که حالا آماده شده، پروداکتی که آماده شده با سخت افزار ارتباط بدیم، وضعیت سازگاری پاور اپ با پروتکل‌هایی مثل IFTTT یا مثلا MQTT یا وب هوک اینا به چه صورته؟ یعنی میتونیم با تجهیزات IoT اینها رو به راحتی ارتباط بدیم، ایونتی مثلا اینجا اتفاق بیفته اونجا بله خروجی ببینیم. ببینید الان دیگه همه چی شده API بیس دیگه، شما میتونید مثلا با یه تجهیزات IoT ارتباط بگیرید. اگر API میده شما ببینید اینجا API برای همه چی دارید، برای API برای دیتاتون دارید، برای API برای اطلاعات توی خود تننت دارید که از طریق مایکروسافت گراف انجام میشه. همه اینا اینجا دیتاش موجوده و API هاش هم حاضر هستش، میتونید استفاده بکنید. حالا شما میخواین اینجا اطلاعات بزنید، اطلاعات بخونید با API های اینوره. اگر میخواین برعکس برید از اون IoT دیوایسه، از اون مثلا CNC دیوایسه، از اون نمیدونم سیستم برق مثلا اون دیوایس دیتا بگیرید، شما باید یه ارتباطی از اونجا با اون برقرار بکنید دیگه. حالا اون ارتباط با اونجا یه API اگه به ما بده که خب خیلی عالیه، مثل کاری که من با یه ERP انجام میدم که یه API به من میده، من میارم اینجا میخونم، با SAP وصل میشم، با نمیدونم با FSI وصل میشم، با اودو وصل میشم، به اینا وصل میشم و دیتا میخونم ازشون یا دیتا توشون مینویسم. اگه یه دیوایس سخت افزاری احتمالاً یه دیتابیس SQL چیزی داره، شما میری براش API تو دیولپ میکنی، با .NET براش یه API مینویسی، REST API، بعد API رو میای اینجا توی چیز ادش میکنی، توی پاور پلتفرم ادش میکنی و استفادهش میکنی. بله شدنیه، الان دیگه همه چی اینجا قابل انجامه و کاری که باید انجام بدید اینجا میان کاستم کانکتور میسازید و من اینجا کاستم کانکتور میرم از طریق کاستم کانکتور API شما رو کال میکنم. مثلا من اینجا یه FSM کانکتور دارم که ساختم، این میره API منو از کلاینت من میخونه، این ببخشید API کلاینت رو میخونم میارم اینجا دیتاشو میگیرم و اینجا ارتباطاتش هست، دیفینیشناش هستش و API همو تعریف کردم، پسش رو گذاشتم، چه چیزی رو میخوام برم بخونم، چی کار میخوام بکنم و این رو در نهایت تستش هم میکنم که مطمئن بشم اینم مثلا اون متدی هستش که میخوام گت کنم مثلا تسکا رو، یا متد دارم که میخوام اد کنم، یا متد دارم میخوام دیلیت کنم و اون API کلاینت رو کالش میکنم اینجا.
ممنونم، اوکیه؟ مرسی. بله، خواهش فقط ما توی IoT دیوایس ها IP ثابت نداریم. هی داره این دیوایس داره نمیشه با URL کار کرد، با نیم سرورها کار کرد، مثلا یه همچین چیزی پشت شما IP هاشو چنج بکنید. من تجربهشو نداشتم که بهشون به جایی وصلشم که مثلا IPش بخواد چنج بشه مدام، مگر اینکه مثلا یه environment variable اینجا بسازیم، بعد IP که چنج شد بیایم اینجا دستی دوباره اونو هی آپدیتش بکنه مثلا یه نفر. این کیس متعادل جالبه، مرسی، ممنونم. خواهش میکنم. خانم نسرین بفرمایید دیگه، خیلی طولانی شدیم، احتمالاً یه 2 دقیقه دیگه بتونیم رپ اپ کنیم جلسمون رو. بفرمایید. باشه، من خیلی کوتاه سوال میکنم. ما میتونیم CRM رو با اپلیکیشن پاور اپ، اون پاور اتومات، دوتایی بتونیم دیزاینش رو دوباره انریشتن کنیم، یعنی درست کنیم؟ این امکانش هست؟ منظورتون چیه؟ CRM رو دیزاینش رو با چیز درست کنیم؟ یه مقدار ما از شرکتمون یک نرم افزار CRM استفاده میکنیم که خیلی پیچیده است، خیلی هم همیشه مشکل داره. بعد من فکرم این بود که اینو میتونیم ما با پاور اپ و پاور اتومات دوتایی با هم دیگه، بله، با ورک فلو که با آوتلوک وصلش کنیم، اینو دوباره بیایم درستش کنیم، یعنی دیزاینش رو دوباره. آره ببینید، دیزاین اونو که نمیشه، شما میتونید اینجا کلا یه اپ جدا بنویسید که اون کاری که تو اون CRM داره انجام میشه اینجا توی پاور اپس انجام بشه. بله میتونید از مدل دریون اپ استفاده بکنید، CRM رو دوباره اینجا بسازید. میتونید از خود داینامیکس 365 اگه لایسنسش براتون افوردبل هستش بیاین از داینامیکس 365 CE استفاده بکنید که کاستومر اینگیجمنت هست و همون CRM. میتونید لایسنس اونو بخرید استفاده بکنید که اینتگریشن داره با پاور اپس و پاور بی آی و پاور اتومیت و بیاریدش تو این فضا. اگه نمیتونن لایسنس بگیرن، میتونید بیاین تو پاور اپس دیولپش بکنید، فلوهاشو بندازید رو پاور اتومیت، گزارشاتشو بندازید رو پاور بی آی و روی پاور اپس طراحیش بکنید. بله، بستگی به بیزینس لاجیکش داره که چقدر پیچیده است، چقدر مثلا کامپلکسیتی داره و این خیلی مهمه دیگه. اگر بشه و اونقدر پیچیده نباشه و به قول معروف بشه پیادش کردش، میتونید بله با هم مدل دریون اپ بزنیدش، هم با کنواس طراحیش کنید. بسیار عالی، مرسی. آره، خواهش میکنم. خب مرسی دوستان، من دیگه جلسه رو جمع میکنم و انشالله که استفاده کرده باشید از این جلسه. فیدبک بدید اگر جلسه خوبی بوده، دوست داشتید که ادامه بدیم و بتونیم چیزهای بهتری بگیم و سعی میکنم یه جلسه دیگه بذارم، یه مقدار شاید شروع کنیم مثلا یه اپی رو تصمیم بگیریم با چی بزنیم، با شیرپوینت بریم، با دیدیت، حالت یه واک تروی اینجوری با هم یه ساعت بریم جلو، نه خیلی پیچیده باشه ولی یه کیس داشته باشه. ولی میگم اینا چیزاییه که باید بدونید، لینکاش هم گذاشتم، بخونید، مطالعه بکنید. اگر سوالی داشتید حتما مراجعه بکنید، سعی میکنم که کمکتون بکنم و ایشالله که بتونید استفاده رو ببرید. مرسی، روز شبتون خوش باشه ایشالله و همیشه هر جا هستید سالم باشید و تا یه فرصت دیگه ای ایشالله که مجدد ببینمتون. فعلا خدا نگهدار، خداحافظ. آرش فقط لینک ها رو توی دیسکریپشن ویدئویی که توی یوتیوب قرار منتشر بشه هم بذارید که دیگه عالی میشه برای بچه‌ای که بعداً میبینن. مرسی، لطف کردید. قربان شما، مرسی ممنون، خدا خداحافظ. نگهدار.